Конституционный бюджет Тоджикистан در مورد انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان موافقه‌های پیش از انتخاباتی برای نامزدها سر شده است و امروز در اسفره در مهمانی محترم کبیری رئیسی حزب نهضت اسلام تاجیکستان حضور دارد. برای پرمضمون و با ترتیب گذشتن ما باید رگلامنتی طور انتخاب کنیم. ممکن پیشنهاد میکنم که برای نامزد تا 30 دقیقه برای دیگر سوال و درخواست‌ها تا 30 دقیقه چقدر تکلیف خواهد اگر برآمد می‌کردگاه باشند تا 5 دقیقه بشه و دیگر تکلیف هست ما سخن اول را و نامزد به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حزب نهضت اسلام تاجیکستان موافق ریاست یگانه عمومی و رئیس حزب نهضت اسلام تاجیکستان محترم به نام خداوند بخشنده و مهربان حمد و خدای را و درود بر رسول او محمد صلی الله علیه و سلم. همدیران عزیز، پدران محترم، مادران گرامی قدر، جوانان با سعادت، پیش از آن می‌خواستم به کمیسیه حوزه‌ای شهر اسفره تشکر خود را بیان کنم برای برگزاری این ملاقات و اینچنین به مقامات دولتی شهر اسفره که همیشه از خود یک فرهنگ بالای سیاسی و مهمانداری و میزبانی را نشان میدهند و همه ملاقات های ما در شهر اسفره الحمدلله که در چارچوب قانون، آداب، فرهنگ و حسن تفاهم برگزار شده است تا امروز. انشاءالله من مطمئنم، باوری دارم که این ملاقات ما هم در همین روحیه به انجام خواهد رسید و همونطور که پرزیدنت در پیام خودشان در پیامشون با مجلس نمایندگان و مجلس ملی درباره انتخابات یک جمله گفتند که باید انتخابات مجلس نمایندگان روز 1 مارس برای تحکیم وحدت و ثبات کشور مساعدت کنند. در کدام صورت انتخابات به وحدت ملی مساعدت میکنند؟ شرط اولش این است که باید قانون رعایت شود، حسن تفاهم باشد، یکدیگر فهمی باشد، انتخابات شفاف و بی تقلب گذرد و هیچ گونه غرض و کینه در رفتار حزب‌های سیاسی، نامزدها و مسئولین انتخابات نباشد. اگر ما این شرط‌ها را انجام دادیم، عیناً همون گفته‌ای که پرزیدنت خیلی که دستور دادن، حتما این انتخابات به وحدت ملی ما و ثبات و امنیت کشور مساعدت خواهد کرد. ولی اگر خدای نکرده در رفت انتخابات که طبیعی است، انتخابات یک طبیعت دارد، یک کمی فضای سیاسی کشور میترسد، رقابت است، مثل در بازار وقتی که وارد میشود هر کس مال خود را معرفی میکند، میخواهد که خریدار داشته باشد، حزب‌های سیاسی، نامزدها و یک گونه رقابت باعث آن میشود که بین خریدار و فروشنده، بین فروشنده ها بعضی بحث‌ها به وجود میاد. ان شاء الله من مطمئنم که در شهر اسفره، در ولایت سوق در عموم و این چنین در سراسر کشورمون هیچ گونه مخالفت و ضدیت و قانونشکنی رخ نخواهد داد. حزب‌های سیاسی وقتی که با انتخاب کنندگان ملاقات میکنند درباره برنامه‌شون صحبت میکنند، معرفی میکنن برنامه حزبشون رو و منم که شاید که ملاقات دهم باشد. در کلا بودیم، در قرغان‌تپه، در شهر دوشنبه، دیروز در مسجد و شهر خوجند، امروز هم انشاءالله بعد از اسفره باز میریم به دیگر ناحیه‌های منطقه سوق. البته از هوا و از فضای انتخاباتی چند ملاحظه رو برای خود گرفتم. یکی اینکه وقتی ما نیم ساعت یا 20 دقیقه درباره برنامه حزب صحبت میکنیم، اکثرا مردم بخصوص در سوال و جوابهایشون برنامه ها را کنار میگذارند، چون که خواندن، شنیدن، در تلویزیون
همه حزب‌های سیاسی برنامه‌شون رو معرفی کردن، در بوکلت‌ها هست، در گازیت‌ها هست. توجه به برنامه‌ها کمتر است، چون که اکثر برنامه‌های حزب و حرکت‌هایی که در انتخابات وارد شدن به هم مانندند. از کنستیتوسیون سرچشمه گرفتن، از قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات و حزب‌های سیاسی سرچشمه میگیرن. بنابراین من هم تفصیلات زیاد درباره برنامه پیش از انتخاباتی حزب نخواهم گفت. فقط یک شعار حزب را که ما برای تاجیکستان و تاجیکستان برای همه است برایتان یک کمی مختصر شرح میدیم که الحمدلله تاجیکستان بعد از امضای سازشنامه صلح یک فضای را به وجود آورد، همدیگر فهمی، گوناگون اندیشه که همه ساکنان این کشور خود را شهروند تاجیکستان یگانه احساس میکنند. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اجازه داده است که حزب‌های سیاسی باشد، سازمان‌های غیر دولتی باشد، اتفاق‌های کسبه باشد، ولی نوابسته از آن که کی در کدام حزب است، در کدام سازمان هست، در کدام منطقه تولد شده است، در کجا کار میکند، همه شهروند این کشور هستند. در نزد کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، در نزد قانون‌ها، در نزد حکومت حقوق و جایگاه برابر دارند. انشالله باور دارم که بعد از انتخابات هم این روحیه حفظ خواهد شد، بلکه بیشتر تقویت خواهد یافت. اما میخواهم بیشتر دقت شما رو به چند مسئله جلب کنم. مسئله هایی که در صحبت ها با مردم از کلاب و ختلان و از دوشنبه و حتی در ولایت سوغدم احساس کردم که یک ایده از سوال هایی هست که در ذهن مردم با وجود آمده است و آنها همیشه تفسیر میخواهند، میپرسند. دیروز در شهر خوجند هم این سوال ها خیلی زیاد شد، در مسجد فرصت کمتر بود، در کلاب، در دوشنبه، در ختلان. و برای که وقتی شما رو زیاد نگیرم، چون اینجا همگی مشورت کردیم که تا نیم ساعت ما صحبت کنیم، بعد 3 دقیقه سوال ها باشد، جواب ها باشد، سخنرانی ها باشد، حتما باز صحبت ها خواهیم کرد. ولی نکته هایی که دوستان همیشه توجه میکنن و تکرار میشود در سوال ها چند تا هست. یکیش درباره خودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. ببینید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از امضای سازشنامه صلح سال 98 از نو ثبت نام شد. تا امروز تقریبا چند سال می شود؟ از 98 تا 2015، یعنی 16-17 سال شد. در 16-17 سال در این روحیه همدیگر فهمی، دوستی، برادری در زیر پرتاب کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همه برابر کار کرده است. یگان سوال در ذهن هیچ کس با وجود نآمد که آیا در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضرورت دارد یا ندارد، و هیچ که اصلا این سوال مطرح هم نمیکرد، مگر اینکه تقریبا 2 سال پیش یا 1.5 سال پیش این بحث در جامعه با وجود آمد و بسیاری از دوستان در محفل ها، جلسات ها این سوال رو مطرح میکنن که چی ضرورت دارد در کشوری که 98 درصدش مسلمان هست حزب سیاسی اسلامی تأسیس دادن. برادران عزیز، بعضا می شود که با مردم با زبان قانون اگر بینیم که تالاری بیشتر حقوق شناسان هستند، اهل علم و سوال هست، باید با قانون گپ زنید. ولی وقتی میبینید که در تالار الحمدلله با در پهلوی حقوق شناسان و مسئولین دولتی، علمای کبار نشستند، بزرگان نشستند، گاه سوال یا بحث خاراکتری دینی هم پیدا میکند. باید که به سوال ها از لحاظ دینی هم یعنی که جواب گفت. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بالاترین سند حقوقی کشور هست که از طرف ملت قبول کرده می شود. در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فعالیت حزب‌های سیاسی، دموکراتی، دینی و حتی اتئیستی اجازه داده شده است. حتی اتئیستی را هم که 98 درصد اهالی تاجیکستان اگر مسلمان باشد، من نمیدونم اتئیستان ما، هموطنان اتئیستمون چند درصد رو تشکیل میکنن. شاید 1% باشند. هیچ کسی نه حساب نکرده است. اصلا هیچ کس حق هم ندارد پرسد که شما دیندار هستید یا اتئیست هستید. این مناسبت شخصی هر انسان هست. ولی کنستیتوسیون گفته است که حتی اگر اتئیست هم باشد حق دارد که حزب سیاسی اتئیستی هم تشکیل کند. این حق کنستیتوسیونی است محترم انتخاب کنندگان. کسی اگر در ذهنش این سوال پیدا شده باشد
نه تنها 98% حتی 2% هم حق داره که چنین یک حزب رو تشکیل کند. و اگر کسی مشکلی داشته باشد، در ذهنش این سوال پیدا شود یا حتی بگوید که به ما لازم نیست، مثلا بگوید که من نمیخواهم که در تاجیکستان حزبی دینی یا حزب اسلامی باشد، این مشکل ندارد. این موقع شخصی وای است. باید که به سود کنستیتوشنی مراجعت کند، بگوید که من با همین ماده کنستیتوشن مشکلی دارم. درست است که اکثریت ملت این را قبول کرده است، رای داده است، ولی من میخواهم که همین از نو برگرفته شود. اگر فردا یک نفر دیگر برخیزد بیاد که من با حزبی، مثلا یک حزب دیگر رو نام بگیرد، بیاد که من نمیخوام که در تاجیکستان ما همین حزب باشد. چرا؟ خب دلیل میارد، میگه که مثلا بگیریم اگر بگه که من حزب اگراری رو نمیخوام که باشد. برای چه 80% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنن، کشاورز هستند. آیا لازم است که یک حزبی کشاورزی با نمایندگی از 80% فعالیت کرده باشد؟ ما هم کشاورز هستیم ولی اعضای این حزب بودن نمیخوام. چه ضرورت است که یک حزب از نوع من برآمد کند؟ اگر به من این سوال رو دهند، من میگم شما غلط کرده. برای چی؟ برای اینکه به او کنستیتوشن حق را داده است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی این حق را داده است. وزارت عدلیه این حزب را ثبت نام کرده است. من چه حق دارم که ضد کنستیتوشن، ضد قانون و ضد اراده ملت صحبت میکنم؟ اگر هر کسی یک مشکلی شخصی دارد، کسی با کسی معقولش نیست، این مشکلی شخصی او هست. در جامعه دموکراتیک و گوناگون اندیش این گونه حالت‌ها باید باشد. شرط نیست که همه رفتار کنن که به من معقول باشد، یا همه نان بخورن آب بنوشن که به من معقول باشد، و شرط نیست که منم رفتار کنم یا طرز زندگی کنم، طرز لباس بپوشم که 100% به همه مردم معقول باشد. پیش از همه باید که به قانون مطابقت کند و به اراده ملت. الحمدلله که همه 8 حزب سیاسی کشورمون امروز در جامعه طبق کنستیتوشن جمهوری تاجیکستان و طبق قانون درباره حزب‌های سیاسی عمل کرده ایستادند و هیچ کس حق ندارد که از لحاظ حقوقی این مسئله رو به بحث بکشد. اما از لحاظ دینی سوال ها میشد که آیا در اسلام حزب هست؟ نیست؟ در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه حزب نبود؟ و این گونه صحبت ها و سوال ها رو ما زیاد میشنویم. برادران عزیز، اگر هر کسی که میخواهد از لحاظ دینی به این سوال جواب پیدا کند، باید اول اینکه سرچشمه های دینی رو خوب بیاموزد. قرآن مجید رو، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو، تاریخ رو، کتاب‌های فقهی و کتاب‌های فکری اسلامی را که هزارها جلد امروز در عالم اسلام نشر شده‌اند در کتابخانه‌ها. امروز در جهان اسلام صدها حزب اسلامی عمل کرده ایستاده است. تمام کشورهایی که نظام دولتیش بسیار حزبی را قبول دارد، کنستیتوشن دارد، در اونجا حزب‌های اسلامی هستند. بعضی کشورهایی که در اون حزب نیست اصلا، مثلا عربستان سعودی عموما حزب ندارد، چون کنستیتوشن عربستان سعودی پارلمان یا حزب را قبول ندارد. در کویت مثلا حزب نیست، حزب سیاسی. در امارات عربی حزب سیاسی نیست، برای که خاراکتر دولتی این کشورها جمهوری نیست، اینها مملکت هستند. ملیک یعنی منارخ میگن به زبان روسی، به زبان علمی منارخ یا ملیک یا پادشاه اداره میکند که حاکمیت از نسل به نسل میگذرد، از پدر به پسر. مثلا ملک عبدالله خدا رحمتشون کند گذشتن چند روز پیش در عربستان سعودی، مملکت یا حاکمیت به دست ملک سلمان گذشت، برادری همین کس. اگر که خدا امرش تیادگان این حالت طبیعی است و خداوند اجل همه را معین کردگی است، باز به دست فرزند دیگرش میگذرد. ولی در دولتی که نظام دولتی جمهوری است، کنستیتوشن در اونجا پارلمان رو معین کرده است، حکومت رو، پرزیدنت رو، انتخابات رو، در اونجا در همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بسیار حزبی است، حزب‌های دینی عمل میکنند. اتحاد بین المللی حزب‌های اسلامی جهان عمل کرده ایستاده است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم اعضای آن هست. من خودم شخصا عضو ریاست منتدى العالمی میگن به زبان عربی، منتدى العالمی للبرلمانیین اسلامیین، فوروم بین المللی دپوتات‌های اسلامی جهان هستم، عضو ریاستش. یعنی این مسئله نیست که در جهان اسلام
مسئله غریب باشد، یگانه باشد که فقط در تاجیکستان یک حزب اسلامی عمل میکنه دیگر در جهان اسلام نیست. من روز 16 و 19 مارس انشاءالله بعد از انتخابات مالزی دعوت هستم از طرف حزب اسلامی مالزی که یک کشور بسیار پیشرفته است. در اونجا هم باز جلسه سیوم اتحاد بین المللی حزب‌های اسلامی جهان برگزار می شود و ما فخر میکنیم، شخصا من خودم همچون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که کشور عزیزمان رو در این فرم های بین المللی معرفی میکنیم. وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیام جهانی دارد و مردم به جهان میفهماند که تاجیکستان یک کشور مسلمانی است که در اونجا دموکراسی هست، حقوق انسان رعایت می شود، مسلمان ها در قطار یا برادران اسلامی در قطار همه حزب و حرکات ها عرض وجود دارند، در اونجا همدیگر فهمی از صلح هست. این به ملت و به کشور و به جهان چی ضرر آورده است که بعضی از دوستان میگن که خب برای ما لازم نیست. اگر باز هم لازم نیست برای شما ولی برای دیگر هموطنانتون لازم هست. یعنی اینا وقتی که تشکیل کردن یک گروه برخواستن یک حزب سیاسی تشکیل کردن معنی اون را داره که برای اینها لازم است. وقتی که شما هم یک گروه دیگر خست یک حزب دیگر رو تشکیل کرد شاید به اینا معقول نباشد ولی ما به اینها میگیم که نه دوستی عزیز با شما لازم نیست نکنید ولی برای اینها لازم است مادامی که کردن. یکدیگر فهمی و دوستی و برادری در همین حالت ها معین می شود، مشخص می شود. بنابراین از لحاظ دینی من توصیه میکنم کسانی که میخواهند به این سوال جواب دینی پیدا کنند کتاب های شرعی رو بیشتر بخوانند. یک سوال است که میگن که در زمان پیامبر اکرم در صدر اسلام حزب نبود. واقعا حزب نبود در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه. جامعه که پیامبر اکرم زندگی میکردن جامعه قبیله‌ای بود، نظام دولتداری نه جمهوری بود، نه کنستیتوسیون داشت، نه پارلمان داشت، قبیله ها بودن، قبیله اوس بود، خزرج بود. اولین کسی که در مدینه منوره این قبیله ها را تشکیل به یک ساختار نیم دولتی کرد خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه بودن که بعداً در اونجا بیت المال یعنی وزارت مالیه پیدا شد، ارتش تأسیس دادن، در اونجا نظام دولتداری را به وجود آوردن. اما در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه نظام حزبی رایج نبود. حزب یک وسیله هست، یک امکانیت است. این یگان چیزی مقدس نیست که ما بگیم که حزب یک پدیده نو در دین هست، این بدعت هست یا بدعت فقط در دین می شود، در عبادت. مثلا اگر شما در نماز در روزه چیزی را از خودتون اضافه کنید، اینجا دامله‌های محترم نشستن خوب بدونن این می شود بدعت. اما در امور زندگی مردم، در دولتداری، در جامعه داری هر چیزی که وارد شد ملت لازم دانست این دیگر بدعت نیست، این ضرورتی زندگی است. در اون زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه نه تنها حزب اسلامی نبود، عموما حزب نبود، نه حزب کمونیستی بود، نه حزب خلق دموکراتی بود، نه پارلمان بود. این همش مال همین 100 سال اخیر است. جامعه بشری به همین نتیجه رسید که برای اداره امور دولتی و جامعه باید که از حزب‌ها و پارلمان استفاده شود. وقتی ما میگیم که در زمان پیامبر اکرم حزب نبود، حزب یک وسیله است، ببینید کسانی که این عقیده را دارند که هر چیزی که در زمان پیامبر اکرم نبود صلوات الله علیه ما باید از اون دست بکشیم، حتی همین میکروفون هم در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه نبود. آیا کسی میتواند بگه که استفاده از این میکروفون بدعت است یا نوآوری است در اسلام؟ تلفن موبیلی نبود، ماشین نبود که الحمدلله امروز هممون از داملا سر کرده تا وکیل و رئیس و دیگر شهروندان از این وسایل همچون وسیله استفاده میبریم. حزب سیاسی هم یک وسیله هست. اگر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه نبود معنی ندارد که مسلمانان دیگر از جامعه قفا مونن خود را برن به عصر هفت، هر چیزی که در عصر هفت بود در هم به همون زندگی کنند. چرا اسلام امروز عقب مانده شد؟ چرا مسلمان ها امروز محتاجند به دیگران؟ مسیحیان، یهودیان، بودایا، بیدینا همه پیش رفتند، دولت های آباد ساختند، اختراع کردند، علم را پیش بردند، سیاست را پیش بردند، ولی متاسفانه 100 سال است که جهان اسلام را در یک عقب ماندگی نگه داشتند. همیشه میگن که شما این کار را نکنید، درست نیست، اینش در زمان پیامبر نبود، فلان کار. حتی بچه‌های تاجیک بازی فوتبال را منع می‌کردند که در اسلام فوتبال ورزش جایز نیست. مکتب نرو که در اونجا کافر میشوی، دانشگاه نخوان که در اونجا علمی غیر اسلامی هست. مسلمان ها قفا موندن. همدیاران عزیز ما باید آگاه باشیم، زیرک باشیم که
عصر 21 است. ما نباید که جامعه تاجیکستان رو به عصر 7 بریم، بلکه باید که اندیشه های اسلامی که پیامبر اکرم آوردن از عصر 7 بیاریم به عصر 21. در این عصر 21 باید زندگی کنیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه وقتی که اسلام با او قرآن نازل شد از طرف خداوند طریق حضرت جبرئیل و این اندیشه نو رو آورد، ببینید که در زمان خودش بهترین اندیشه بود، پیشرفته ترین اندیشه بود. چرا این اندیشه رو مردم قبول کردند؟ قوی ترین دولت ها در اون زمان روم بود، فارس بود، مصر بود. عرب ها اصلا دولت نداشتند، زیرا که اندیشه پیامبر اکرم اندیشه از همه نو، از همه پیشرفته بود، مترقی بود. بشریت اون رو زود قبول کرد. امروز کار کردیم که در اسلام حزب نیست، در اسلام این نیست، در اسلام دانشگاه نیست، در اسلام خواندن نیست، پیشرفت نیست، همه با کیهان رفتن. ولی مسلمان ها هنوز هم در عصر 7 باقی موندن که بحث کرده شدیم که آیا در اسلام حزب هست یا نیست. برادران عزیز، بخصوص علمای محترم خواهش میکردم که در این مسئله باید که جوانان را، جامعه را به پیش حرکت بدهیم، به سوی علم، به سوی سیاست، به سوی فرهنگ، به سوی اقتصاد، تا اینکه تاجیکستان هم از این بحث‌های دور و دراز تاریخی کهنه بیرون بیاید و برسیم به یک دوره نو که دوره سازندگی و آبادی باشد. اما چند مسئله دیگر هست دوستان عزیز. چند دقیقه وقت داریم؟ دوم راست 5 دقیقه هست. میخواهم یک باره به این مسئله هم بپردازم، چون که در همه صحبت‌ها اون تکرار میشود. یک حالت با وجود آمده است که در جهان همگی 1.5 میلیارد مسلمان هست و باقی همه غیر مسلمان. از رسانه‌های خبری CNN و BBC و تمام جهان شروع کرده تا رسانه‌های خبری خودمون، اگر ما نیز شما، یک تصور در جهان با وجود آمده شده است که در کجایی که اسلام هست و مسلمان هست، در اونجا جنگ هست، کشاکشی هست، در اونجا کشتار هست، خون هست. در قسمت دیگر جهان که مسلمان ها نیستند، در اونجا پیشرفت هست و آبادی هست و دین های دیگر با جنگ و جدا کار ندارن، فقط اسلام و مسلمان ها. این یک تهمت بسیار هم دهشتناک است، غرضناک است نسبت اسلام و مسلمان ها. من خواهش میکنم مردم بسیار آگاه باشند. در سوال هاشون با من میگن که مثلا چرا در عراق، چرا در سوریه، چرا در دیگر جا افغانستان حزب حرکت اسلامی هستند، در اونجا مسلمان ها هستند، فقط جنگ هست. بیاید یک بار با آمار نگاه کنیم، فکت و رقم، استاتیستیکا. میگن که دقیق ترین علم کدام علم هست؟ استاتیستیکا است. فکت و رقم از دیگر خیالات و فانتزیا نیست. در همین اروپا هم سال 2013 سازمان ملل متحد نشر کرد یک آمار رو که فقط در سال 2013 از مجموع عملهای تروریستی که در اروپا صادر شده است، تنها 3.5% از طرف مسلمان ها صادر شده است. باقی بیشتر از 90% از طرف نمایندگان دیگر ملت ها و دین ها صادر شده است. ولی چرا در رسانه های خبری فقط اسلام و مسلمان ها هستند؟ چرا فقط اسلام و مسلمان ها را گناهکار میکنند؟ بیا جنگ و جدال و خونریزی فقط در کشورهای اسلامی باشد. اوکراین مسلمانند. این اوکراینی که تا دیروز در هیئت اتحاد شوروی همراه ما بود. ارمنستان جنگ بود، گرجستان با روسیه جنگ بود، خودی در داخل روسیه جنگ بود. در جهان، در افریقا ببینید چی است. در رواندا 1 میلیون انسان رو در یک هفته کشتند در همین عصر 21. 1 میلیون. در کدام کشور بیرما بود به فکرم، به قریبی 1 میلیون مسلمان را کشتن، سوزاندن از طرف اکستریمیست های بودایی. دیروز در امریکا، همین دیروز خودش در امریکا یک عائله مسلمان را یک اکستریمیست مسیحی نابود کرد، کشت، فقط به خاطر آنکه مسلمان است کشتنشون. چرا در این باره سازمان های جهانی، رسانه های خبری نمیگویند؟ فقط درباره اسلام و مسلمان ها میگویند. تصوراتی را با وجود میارن که یا فقط مسلمان گناهکار است. این تحقیر همه ما هست. این تحقیر اسلام است، تحقیر دین ما است، تحقیر مسلمان ها در مجموع 1.5 میلیارد مسلمان است. ولی عجیبش این است که باز همین تهمت را بعضی مسلمان ها ضد مسلمان های دیگر هم استفاده میبرند و میگن که من حتی خوندم خط را، میگه که در هر کجایی که
ایزی نوشته است، ایزی اسلام و مسلمان است، در اونجا جنگ هست. بعد گفتن که برادر عزیز خودت مسلمان نیستی؟ گفت من الحمدلله مسلمانم، 5 وقت نماز من میخونم. این جمله چی معنی دارد؟ که در هر کجایی که ایزی اسلام و مسلمان هست جنگ است. بعد گفت که من اینجا خطا نوشتم. گفتم خطا ننوشتی، با خودت خطا تلقین کردم. خودت جوان هستی، خودت زیر تاثیر اون پروپاگاندای قوی جهانی مونده که علیه اسلام و مسلمان ها روانه شده است. خودت عیب نداری. مسئولین بالاتر، اونایی که تلویزیون و رادیو و پول جهانی در دستشون هست که علیه اسلام استفاده میبرن، اونا گناهگارن. ولی ما و شما مسلمان ها این رو نفهمیده بازیچه دست دیگران بشویم. فکر میکنیم که اگر همین هموطن خودم رو که از حزب دیگر است تنقید کردم و سنگ زدم، پرابلم ها حل می شود. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نباشد، مشکل برق حل می شود، گاز حل می شود، مهاجرت حل می شود. این خیر نیست برادران عزیز. اینا همه رقابت سیاسی است. گاه از این حالت ها متاسفانه استفاده میبرند. اما در شکل جهانی در مجموع همتون میدونید که خود کلمه اسلام ترجمهش، ریشهش، این حضرت ها بزرگان اینجا هستن، معناش چی است؟ سلم، صلح. کلمه اسلام از ریشه سلم گرفته شده است. وقتی میگیم که السلام علیکم، صلح با شما، ترجمهش همین است. اسلام معناش صلح است. چگونه یک دینی که ریشهش صلح است، معنایش صلح است، جنگ می آورده است. اما آنهایی که امروز در عراق و در سوریه و در افغانستان و وزیرستان و در دیگر گوشه ها می جنگند با نام اسلام، مطمئن باشد نه مسلمان هستند، نه از اسلام خبر دارند، نه در فکر اسلام هستند. اونا بازیچه دستی همون نیروهای بین المللی هستند که اونها را پول میدهند، رسانه‌های خبری را در اختیارشون میگذارند، به جنایت تلاشون میکنند. وقتی که آنها سوزاندن، تمام رسانه‌های تلویزیون‌های جهان عکس سوزاندن و کشتن آنها را نشان میدهند، میخواهند توسط آنها چهره اسلام و مسلمان‌ها را خدشه‌دار کنند، سیاه کنند. مسلمان اختراع میکند، مسلمان علم دارد، او را نشان نمیدهند. یک مسلمان خوب و زیبا و زمانوی را اگر که شما پیدا کنید در تلویزیون‌های خارجی نشان نمیدهند، ولی یک مسلمان عذر میخوان بدبخت جنایتکار را خودشون ساختن، پول میدهند، یراق میدهند، بعد چهرهش رو در تلویزیون نشان میدهند که ببینید مسلمان ها چیکار کرده ایستادن، سوخته ایستادن، غارت کرده ایستادن. اونها هیچ ربطی به اسلام ندارند، مسلمان هم نیستند. تا آن روزی که از کشتن مسلمان ها دست نمیبردارند، توبه کنند، باید برگردند به قالب دین مبین اسلام که خون یک مسلمان را حرام دانسته است، مال یک مسلمان را حرام دانسته است. اینجا بزرگان خوب بدانند که خون مسلمان، مال مسلمان، آبرو و عزت یک مسلمان برای مسلمان دیگر حرام است. یک کار حرام را دارند آنها انجام میدهند. اما به گفت شاعر، ابله از وام بیفتد گردن ما بشکند. ابله در یک گوشه دنیا جنایت را کرد، اینجا گردن ما میشکند. اینجا من همچون گویا که امور اسلامی جهان در دست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد و من باید جواب بدم که چرا در سوریه جنگ است، چرا در عراق جنگ است، چرا فرزندان تاجیک 200 نفر از بچه‌های تاجیک در عراق و در سوریه می جنگند و چراهای دیگر. جواب بسیار روشن است. قسمت اول را گفتم که اون بازیچه دست خارجی ها شدن، اونجا یک فتنه هست، توطئه هست علیه اسلام و مسلمان ها و دعوت ما از همه جوانان همین بود و خواهد موند که گمراه نشوند، نروند به اونجاها، در وطن خودشون علم بیاموزند، کار کنند، سازندگی کنند. ولی در سوریه و عراق امروز متاسفانه 15,000 خارجی جنگیده ایستاده است که 200 نفرش هم از تاجیکستان است. اما یک نکته است، البته 200 نفر این بسیار بد است، نباید باشد، ولی باز یک نکته دیگر هست که کمتر ما تاجیک‌ها را شاید آرامتر کند که در مقایسه با کشورهای همسایه قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان و روسیه شماره تاجیکان در اونجا کمتر است. مقایسه کنیم شماره تاجیکان کمتر است. این نتیجه چی است؟ نتیجه پیش از همه سیاست‌های رهبریت کشور، حکومت کشور که پیشگیری کردند، نتیجه نصیحت و امر معروف و فعالیت خوب حضرت ها بزرگان است، امام خطیب‌ها که در جامعه کار کرده ایستادند. شاید یک کمی نتیجه سهم خاکسارانه نهضت اسلامی تاجیکستان هم هست که
جوانان اعضایان خود طرفداران رو همیشه نصیحت میکند که از استفاده خشونت، زورآوری، از رفتن به جاهای دیگران رو نصیحت کنند که خودداری کنند، نروند. این حرام است، این گناه است، این ضد قانون است. شاید در مجموع این سیاست‌های همه ما، همکاری‌های ما نتیجه داد که الحمدلله تاجیکان در اونجا کمترند، ولی باز هم بدبختانه تاجیکان در اونجا هستند. وظیفه ما و شما چی است؟ از اونه که به دوش یکدیگر میپرتیم که در اینجا کی گناهگار است؟ حکومت گناهگار است، مفتیات گناهگار است، نهضت گناهگار است که جوانان تاجیک در اونجا رفتن. اینها را کنار بگذاریم، بشینیم دور هم با همدیگر مشورت کنیم، صحبت کنیم، راه حل پیدا کنیم که چی باید کرد که یکم دیگر یگان تاجیک نرود به اونجاها، دوم چیکار کنیم اونها را برگردونیم. اونم فرزندان ما هستند. دیروز در خوجند یک مادر بسیار با احساسات برآمد کردن، چند جوان دانشجوی دیگر هم خیلی هم با آواز بلند که نهضت اسلامی تاجیکستان اونجا فرستاده است، تروریست اونجا رفتن، خلاصه حرف و صداهای زیاد. برای احترام با اون مادر و با اون برادر من خاموش ایستادم. بعد فکر کردم که این معلومات از کجا رفته باشد که نهضت اسلامی تاجیکستان به اونجا فرستاده است. یعنی این کی اینو فکر کرده برابر که برعکس نهضت اسلامی تاجیکستان امروز خودش یک قربانی همین تروریست‌ها و اکستریمیست‌ها است. شما اگر شبکه‌های اجتماعی رو بخونید، مطبوعات رو بخونید، نهضت رو به چی گناهگار میکنن؟ میگن که شما طرفدار این حکومت هستید، شما با این حکومت هستید، شما در انتخابات شرکت کرده ایستادید، انتخاباتی که دروغ است و شفاف نیست و ساخته است، شما شرکت کرده ایستادید یا در همین اسپکتاکل هستید و قانونی بودن انتخابات رو با همین کاراتون اثبات کرده ایستادید. باید شرکت نکنید، باید مثل ما باشید، ضد حکومت رفتار کنید. ولی ما میگیم نه. ما وقتی که دست دادیم، صلح کردیم، دو طرف قول و قسم خوردیم که دیگر تنها در چارچوب قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همدیگر بخشی، دوستی و رفاقت در این کشور عمل خواهیم کرد. اما هر کسی اگر اون سالها رو یاد میارد، یکدیگر رو تنقید میکند، سنگ میزند، ما یک سند همدیگر بخشی داریم که بین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و استاد مرحوم سید عبدالله نوری امضا شد. نام دارد سند همدیگر بخشی. در اونجا یک جمله بسیار کلیدی هست، من تذکر میدهم. اونجا هر دو طرف گفتن که لعنت خدا و غضب ملت بر کسی بود که حادثه های جنگ شهروندی را یادآوری میکند و طرف دیگر را متهم میسازد. این جزئی سازشنامه صلح است. لعنت خدا و غضب ملت بر کسی بود که حادثه های جنگ شهروندی را یادآوری میکند و طرف دیگر را گناهکار میسازد. ولی امروز وقتی که در معرکه انتخاباتی متاسفانه در این چند ملاقاتی که من بودم، یک دیده از هموطنان خودشون فهمیده یا نفهمیده، شاید که یک گونه سوالهایی دارن، خودشون کنترل نمیکنن، با احساسات داده میشن، خسته همون حادثه رو یاد کرده، طرف دیگر رو گناهکار کرده، تمام مشکلات جهان بشریت رو به سر اسلام و مسلمان ها و حزب نهضت زده. گویا که اکنون همین جنگ اوکراین هم و افغانستان هم و سوریه همه. برادران عزیز، انتخابات روز 1 مارس تمام می شود. روز 2 مارس همه ما هموطن و همشهری و دوست و رفیق باقی خواهیم ماند. نشود که به خاطر یک روز انتخابات که از بین همه اینا یک کس وکیل می شود، یک از مجلس نمایندگان می رود، یک از شهری ولایتی، نشود به خاطر همین چند آواز و چند کرسی ما باز خدای نکرده همون تهمت ها و دروغ ها و همون فضا سازی های قبلی رو از نو احیا کنیم، بیدار کنیم، یکدیگر رو سنگ بزنیم، یکدیگر رو ناراحت کنیم. من در کدام سخنرانی هم بفکرم در مسجد اینو گفتم که باید ما مسلمان ها، ما تاجیکستانیان طرز با یکدیگر مناسبت کنیم که وقتی که فردا در کوچه یکدیگر رو میبینیم به چشم یکدیگر نگاه کرده توانیم، یکدیگر رو سلام علیک کرده توانیم. اینا همش میگذرن. فردا روز قیامت ما در پیش خداوند هر کدوم خودمون جواب میگیم، مسئول هستیم، راست نیستیم. امروز در پیش قانون. ولی یک چیز دیگر هم هست، در پیش وجدان. ما و وجدان همیشه تنها هستیم، هیچ کس دیگر بین ما نیست. حتی کسی هم که به خدا هم باور نداشته باشد بالاخره وجدان داره. در پیش وجدانش مثل که در پیش آینه میستد، باید که به خودش سوال بدهد که آیا همین حرفی که من گفتم
خاص برای خدا بود یا برای غرضه؟ آیا همین سوالی که من دادم، همین جوابی که دادم، همین جمله رو گفتم، آیا برای خدا و برای ملت بود یا من این رو به خاطر کسی، به خاطر چیزی گفتم؟ جنگ برادرکش و تعصب‌بار تاجیکستان از همین گونه رفتارهای ناسالم شروع شد. یکدیگر رو در مطبوعات سیاه کردن، با یکدیگر صحبت کردن نتوانستند. بعد این شعله علنگه گرفت، تبدیل شد به جنگ. صدها هزار خون تاجیکستانی ریخته شد، شهید شدند. ساعتها، روزها، سالها صرف کرده شد که دو فرزند برومند این ملت، پرزیدنت محترم امام علی رحمان و استاد مرحوم سید عبدالله نوری، این ملت رو از نو جمع کنند. همدیگر رو بخشیدیم، دست دادیم، گفتیم که دیگر لعنت خدا باد بر کسی که این مسئله را دامن میزند. ولی نشود که به خاطر انتخابات و به خاطر چند جای باز کشور و ملت رو بین طرفدار حکومت و طرفدار خلق دموکراتی و طرفدار نهضت تقسیم کنیم. باز همون حالت ها پیش بیاد. من در آخر یک نصیحت، یک مصلحت برادرانه به اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارم. خواهش میکنم اینا به هر کسی که در بیرون هست، در دیگر جا هست برسونید. من حس میکنم چون مسئول شما هستم، رهبرتون هستم امروز تا کی که خداوند نصیب کرده باشد. وضعیت حساس است. همه تاجیکستانیان مسئول این صلح و امنیت هستند. ولی ما و شما بیشتر هستیم. ما و شما یگانه دستاوردی که اسلام امروز میفخرد، نهضت اسلامی تاجیکستان میفخرد، ان همین صلح و ثبات است. ان همین آزادی که هست. در همه دنیا وقتی که میرویم گپ میزنیم میگن که در همه جهان اسلام وضعیت ناخوب است، غیر از تاجیکستان که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توانسته است با حکومت کشورش زبان بیاورد، در چارچوب قانون فعالیت کرده ایستاده است. نشود که بعضی دوستان، بعضی جوانان گرفتار همین گونه بحث‌های ناسالم ساخته شوند. این صلح و ثباتی که واقعا با زحمت به دست آمده است از بین برود. باور کنید در جهان هر کسی گناه کند مسلمان گناهکار میدونن. در جهان، در تاجیکستان هم هر کسی هم گناه کند اسلامی و حزب اسلامی رو گناهکار میدونن. من بارها مثال میبرم، باز تکرارش میکنم. من همین آب در همین جا نصفش نیست. اگر در همین استکان یک قطره رنگ پرتوید، همین رنگ سیاه می نماید. اسلام مثل همین آب صاف است. یک قطره هم پرتوید می نماید. ولی اگر در همین استکان شما یک آب غلیظ داشته باشه، لایولو داشته باشه، چند قطره رنگ هم پرتوید، اون نمایان نیست. طبیعت اسلام همین است. چرا امروز سوال ها میتونم به من زیاد که جلال‌الدین محمودوف مشاور سیاسی شما با سلاح باز داشته شد، فلانی این کار کرد. برادران عزیز، نهضت اسلامی تاجیکستان 42000 اعضا دارد. مشاور سیاسی ما سال 96 هم رئیس کمیته آتش بس برای نظارت از بالای صلح بودند. وقتی که خدا رحمتی حاجی مظفر را کشتن، این هم رئیس شد. به جای اون کس براش یک تپانچه دادن که خودت را حمایت کن. اون زمان جنگ همه سلاح داشت. همون سال 96 سلاحش رو با یک دوستش داده است که بردن نابود کن، سپار که دیگر صلح شد، به من لازم نیست. بعد از 17 سال شد، من اینا 17 سال بعد وقتی که یک چیزی پوسیده رو از زمین یافتن، کلینش خبر داده است جنجال شده است. امروز بعد این همه صلح و صلاح هم دیگر فهمید، شب و روز در تلویزیون نشان میدن که عضو نهضت اسلامی تاجیکستان مشاور جلال‌الدین محمودوف من این سلاح پیدا شده. حالا که سلاح رو سال 2013 یافته بودن. شما تصور کنید این سلاح رو سال 2013 یافتن، میلیس خبر داشت، رفتن باز کردن، گفتن که این پوسیده است و عفو شده بود و گذشته است، تمام مال است. لازم شد در سال 2015 در رادیو و تلویزیون در همه جا هست. عجیبش دیگر چی است؟ در همین ماه گذشته اگنتی کورپسیا اعلام کرد که 1500 دل جنایتی کشادن برای مقامات دیگر مسئولین دولتی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستند، برای زمین فروشی، برای حادثه‌های دیگر دل جنایتی کشادن. یگان نفر رو در تلویزیون نشون نمیدهند از 1500 نفر. نمیگن که اعضای کدام حزب هست، از کدام جریان هست. یک نفر رو برای تپانچه‌ای که سال 96 داده بود است و پوسیده است، امروز میگیرن شب و روز اعلام که
اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، گویا که یک جنایت وزنی صادر شده است. در تمام واخوری و ملاقات ها سوال همین او برادران عزیز، خب این هم انسان است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب ملائکه ها نیست، حزب انسان ها هست، مثل همه ما و شما. در داخل اون جنایتکار هم هست، ولی خدا را شکر میگیم که از اون 1500 نفر، نه که در یک ماه 1500 نفر اعضای کدام حزب باشند، در چند سال به یک نفر اعضای حزب نهضت یا اشتباه میکنند، یک کمبودیش پیدا میکنند که خب اینم استثنا نیست. فقط خداوند بی کمبودی هست، پیامبران بیگناه، دیگر بشر، همه بشر این چی است؟ زیانکار است. خداوند در قرآن مجید میگه استعیذ بالله والعصر ان الانسان لفی خسرین. خداوند قسم به عصر میخورد که انسان خودش طبیعتا زیانکار است. خب دوام آیه بعد دوام سوره میگه که کیها استثنا هستند؟ کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند و توصیه به حق و به صبر کردند. ولی در عموم خداوند خودش انسان را طبیعتش میگه زیانکار است. خب اگر یک کسی یک شهروند زیانکاری کرد، اشتباهی کرد، جنایتی کرد، معنی ندارد که همه حزب نهضت همین گونه باشد یا همه مسلمانان همین گونه باشند. خب دیگر حزب هم متاسفانه کمبودی ها دارند، ولی ما نمیگیم که خب فلان حزب جنایتکار است و کمبودی کرده است. من چرا دوستان عزیز وقتون زیاد گرفتم در این باره صحبت کردم؟ چون در ملاقات هایم دیدم که انتخابات یک طرف موند، پارلمان یک طرف موند، مسئله های چگونه آینده کشور را بسازیم یک طرف موند و فقط توجه انتخاب کنندگان و حاضرین به همین چند مسئله بود که من حاضر خدمت شما عرض کردم. گفتم یک بار پیش از آن که یگان سوال در این باره هم شود این مسئله ها را گفته باشم. اگر که سوال های بعدی باشد من در اختیارتان هستم، در خدمتتان هستم. خداوند یکایک ما و شما را در پناه عصمتش نگهبان باشد، کشور و ملت ما را هم همچنین. السلام علیکم و رحمت الله. ما شریفی همزمان کردیم. اگر سوال ها باشد و در این خطی آشفاقی باشد سوال کرد. اگر درخواست باشد و در اون کس برآمد کردنی باشد و دیگر مثلا اول سوال میپرسیم بعد برآمد ها با نباید بگیم مرحمت. اگر سوالات هم باشد مرحمت بله سوال جواب میکنم. من سوال باشد مرحبا. سوال هستی؟ سوال نبود است. خیلی چیز باشد. بله یک سوال است. سخن دادم. دیگر سوال نیست ها؟ باشد به برآمد مرحمت چیز خواهشی درخواست کردن تکلیف ها برآمد ها نکرده که من این باید خواهش کردیم که من آموزگار سلطان و مخبرم برآمد اینجا می؟ اینجا که هم زدم میگه لکن اینجا به کنه تو نیست. مولا کبیری من چندین سال است که آرزوی آن را داشتم که با راهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روبرو شوم، از نزدیک سخن کنم و بهای حقیقی خود را همچون مادر، همچون یک نفر فردی که در تاجیکستان زندگی میکنم نسبت این حزب بیان کنم. فرزند من از سال 2000 اعضای حزب نهضت اسلام شد. بعد از آن که وی به حزب اعضا شد یکی از اعضایان فعال همین حزب شد. در دیها با توصیه یک چند نفر اعضایان حزب نهضت اسلام او را به همین حزب دعوت کردم، قبول کردم و او را همچون راهبر جوانان حزب نهضت اسلام تعیین کردم. من گمان داشتم که فرزندم در زندگی راه خود را یافت. اکنون در وقت پیری به من عصای پیری می شود. خاندار 2 نفر فرزندار شد، زن دارم. ولی افسوس صد افسوس که از سال 2006 این جانب
من روی فرزندم رو نمیدونم. محض با توصیه همین حزب با ترغیب و تشویق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فرزند من به راهی رفته است که راه او را من نمیدانم حالا وی در کجا باشد. با توصیه اعضایان همین حزب من محض تاکید میکنم همچون مادر همچون یک زنی که جگر من 9 سال اینجا پارو گشته است. روی راست میگویم که با تشویقات همین حزب فرزند من و کدام راهی که رفته باشند با تشویقات همین حزب رفت. وقتی که من بعد از گم شدن فرزندم به تشکیلات حزبی ناحیه آمدم، آنها از من روی تافتند. کجا بودن اعضای خود را نمیدانستند، بنابراین از من روی تافتند. ممکن میدانستند لیکن با من روبرو شدن نخواستند. و امروز فقط فرزند من از همین یک قشلاق ما 18 نفر، اگر 2 نفر پیش گم شدگی حساب نگیریم 18 نفر اعضایانی که اعضایان فعال حزب نهضت اسلام بودند و گروه تروریستی امروزه من گروه حرکت اسلامی ازبکستان میگویم من علیق نمیدانم اعضا بودیم. همین ها از کجا اعضا شدن؟ البته با تشویقات اعضایان همین حزب اعضا شدن. 18 نفر من امروز هر یکتش 5 نفر 3 نفر 2 نفر فرزند دارم. فرزندان وها 10 ها فرزندان بیگناه وها امروز راه پدر میپایم. زنهای ما دخترهای ما کلینهای ما راه شوهران جوان خود را نگرانم. از همین سبب من همچون یک مادری که جبری همین حزب نهضت اسلام تاجیکستان را چشیدم، خودم دیدم در همین خانه من، در نزد من، در دست من، در بغل من فرزند من به همین راه گرفتار شد. بهای حقیقی میدهم که این حزبی است که در سر ما کثافت آورد. این حزبی است که فرزندان ما را به نیستی برد. این حزبی است که به سر فرزندان ما بلا آورد. از همین سبب من میگویم که این حزب نهضت اسلام نیست، لیکن حزب نحس اسلام است که نام اسلام را داغدار میکند. راه درست اسلام را به راه خطا فرزندان ما که قرآن را نظم میدانستند. کله جنبانی نکنید. من این چیز را خودم احساس کردم، از دست من گذشت، از بغل من فرزند من نیست شد. کسانی که کله جنبانی میکنند امروز آنهایی هستند که نمیدانند که این حزب چی مقصد دارد. من روی راست میگم در نزد همین رئیس روی راست میگم که این حزب برای فرزندان ما، برای آینده تاجیکستان لازم نیست. ما تینجی میخواهیم فرزندای ما زنیم پیشی فرزنداشان در پیشی کودکای این بیگناهشان ایستاد شیند زندگی کند و های تربیه کند. تا همین به حزب داخل شدن فرزند من یگان مراتبه یگان خیل شکایت نشنیده بودم در جمعیت و یکی از مکتب‌های پیشقدم لیسه رقمی یکی آوازداری تاجیکستان تمام کرد به های 4 و 5 کتی. اینستیتوت تمام کرد به های اعلی کتی. لیکن بعد از آن که به حزب نهضت اسلام داخل شد من امروز نتیجه همین تربیه همین حزب به کجا برده رساند. من امروز میگویم که این حزب برای ما لازم نیست، تماما لازم نیست. فرزندان ما را راهگذرانندگی همین حزب بس است. من نمیخواهم که فرزندان دیگر آدمان به مانند فرزند من شود، دیگر مادران به مانند من جگربیریان شوم. من این را نمیخواهم. از همین سبب التماس میکنم که این حزب برداشته شود و نمایندگان این حزب را دیدن نمیخواهم. همچون مادر. سلامت باشید مادر محترم. خداوند درگاه شما را شفا کرد، عذاباتون کم کند و من همچون یک فرزند شما، همچون یک هموطنتان دعا میکنم خداوند انشاءالله همه نشستگان همراه میشوند در این دعا که دیگر یگان مادری تاجیک درد و غم فرزند نبیند. درد و غم این سنت پروردگار هست. هر کسی که به خداوند کریم ایمان دارد میداند که همه گونه بلا و امتحان از خداوند هست.
یگان نفر اگر این بزرگان جا خوب می‌دارند که تعلیمات اسلامی به ما میگه که اگر خداوند خودش گفته است اگر تمامی بشریت علیه شما بشورند بخواهند به شما ضرری برسانند نمیتوانند اگر خدا نخواهد. ولی اگر همه بشریت بخواهند که شما را با آبرو کنند زنده نگه دارند صحت نگه دارند اگر خداوند نخواهد هیچ کس به شما کمک کرده نمیتواند. ما که هممون الحمدلله به خداوند ایمان داریم همه بلا و امتحان و داغ و فرزند را از خداوند میبینیم که این امتحان خداوند است. اما بشر انسان ها دیگر همه سبب هستند. من حاضر وقتی که مادر محترم صحبت میکرد از رئیس بخش ما پرسیدم که آیا فرزند همین کس در حقیقت اعضای حزب بودند یا نبودند چی شده است چون که من خبر ندارم. والا نمیدونم که وضعیت چی هست. اگر هر کسی که داند چون مشخص نشد که بالاخره فرزند این کس نام و فامیلشون کی هست در کجا بودند و اعضای کدام تشکیلاتی اعضای حزب نه نهضت درست از سال 2000 سال نامش سلطان رحمان خان یحیی خوجایویچ از کدام دهه مادر؟ از دهه گنبزی جماعت نوگلیم بسیار همون 18 نفری که در من کجا نام فرزند گفتم بود؟ مادر عزیز. در کجا بودنش شما میدانید اعضایان شما میدانید من نمیدانم. نه ببینید از سال 2006 این جانب نیست کجا میرفت میگفت که من سفارشی حزب کتی آیا من به اجازت من جلسه حزب مادر میرم. عزیز اگر این خیلی بشود ما گفتن که 42000 اعضای حزب داریم در اینجا هست. اکنون حزب وقتی که ببینید مادر عزیز هزارها میل سلاح تانک و تور اینقدر وقتی که حزب صلح کردیم آمدیم اینا را سپارید یک فرزند شما و یک نفر دیگر با سپارش حزب کجا میرود. این گپا را اکنون کسی گفته است شما مادر دلتون میسوزد ما اینا میفهمیم همه اینجا فرزند مادر هستند. ولی بیاید من گفتم پیشتر کو بدون احساسات آرامانه صحبت کنیم. یگان مادر یگان پدر یگان حزب یگان معلم نمیخواهد که فرزندش اعضایش شاگردش جنایت کند. شما مگر میخواستید که فرزند شما همین خیال شما امید داشتید که فرزند رو تربیت میکنید گفتی خودتون دستگیری سال پیری شود. ما اعضای حزب کوشش میکنیم امید داریم که اینها یک انسانای با آبرو باشن که حزب آبرو گیرد. استادان میخوان که شاگرداشون آبرو گیرن که بیان که بر پدر استاد رحمت که چنین شاگرد تربیت کردن. ولی جامعه خواهد نخواهد در جامعه همه وقت این گونه کجروی‌ها هست. حتی در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه در اون وقت هم جنایتکارها بودند. حد بود مثلا تطبیق شریعت بود برای جنایتکارها زناکارها دزدها. ولی مادر عزیز بیاید این مشکلات که هست یک جای حل کنیم. حاضر من چون که سوالایی که شما داده عجیب که عیناً همین گونه صحبت خوب و سرمایه‌دار را دیروز در خوجند هم کردن. همین محتوای آخرش همین که ما مادران و همین کلفت و مصیبت رسیده نمیخواهیم باید نباشد. در دیگر جا هم این مسئله ها مادر عزیز با راه قانونی حل می شود. باید با هم دیگر فهمی بشینیم. معنی ندارد که نهضت اسلامی تاجیکستان مسئولیت را از دوشش کنار بگذارد. ما مثل همه دیگران مسئولیت داریم. ان شاء الله من باور دارم که اگر همین گونه تهمت کنی ها و یکدیگر سنگ پرتایی ها نباشد همدیگر فهمی باشد ما با هم بشینیم در آینده تاجیکستان ما یکی از بهترین کشورها می شود. خب درست است که ما نمیتونیم پیش روی همه جنایت ها بگیریم چه از حزب نهضت چه از حزب خلق دموکراتی چه کمونیست. ولی اگر همکاری کنیم سطح جنایتکاری پس میشه. شما ببینید گفتید که فرزندتون با حرکت اسلامی ازبکستان همراه شده است نه تقریبا همون طرف رفتن از دهه نوگلیم. حرکت اسلامی ازبکستان یک سازمان تروریستی است که با ما مخالفت کردند. ما را ناحق شماریدند. اونا رفتن تروریست شدند. اونا گفتن که نوری رحمت الله علیه و پیروانش خطا کردند که صلح کردند. هر کسی که راه اینها رو میرود غلط کرده است بیاد با ما بپیوندد. دیروز شبدالوف رئیس حزب کمونیست یک در رادیو آزادی یک مصاحبه داد. من تعجب کردم. حزب کمونیست رئیسش گفت که سلفی های تاجیکستان کوشش کردند که اعضای حزب کمونیست شوند. در داخل حزب کمونیست در آمده از داخل حزب کمونیست کار کنند. سلفی که خودش رو پیرو پیامبر میدونه در لباس و در ظاهرش میخواد پیروی کند از ریش و از بشینید مادر خسته نشه از بریوکش خواسته است که اعضای حزب کمونیست شود و از طریق حزب کمونیست کارهای جنایتکارانه خودش رو انجام دهد. شما میدونید که چقدر اعضایان حزب تحریر و دیگر حزب و حرکت‌های تروریستی
خواستند که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شوند، بلیت حزب ما را بگیرند و دنبال از پی کارهای جنایتکارانه خودشون شوند. چون گرفتن بلیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مراتب آسان‌تر است از آن که بلیت حزب کمونیست بگیرند. چرا رفتن برای حزب کمونیست اعضا شدن؟ برای اینکه نتوانستند اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شوند. ما زود آنها را آشکار کردیم، فهمیدیم که در پس این اعضایان ساخته و تقلبی جنایتکارها ایستادند. اونها میخوان استفاده برند. جنایتکارها داخل میلیسیا میشوند، داخل پروکراتورا میشوند، در ساختارهای دولتی کار میکنند، بعضیش حتی میرن در حزب‌های سیاسی اعضا میشوند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم طبق قانون اگر هر شهروند تاجیکستان بیاد عریضه بنویسد بگه که من برنامه حزب را قبول دارم، ما حق نداریم بگه. ما بعدا آشکار شد که چندین نفرها مخصوص آمدن اعضای حزب نهضت اسلامی شدن به دو هدف: یکی بدنام کردن حزب، دیگر توسط اعضایی به حزب نهضت انجام دادن بعضی کارهای خرابکارانه خودشان. متاسفانه وقتی که مقامات دولتی آنها رو میگیرن، بعد گناهکار که میشود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مثل مادر عزیزمون که حاضر دلخراش جگرش میسوزد و دامنگیری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که بیا محض حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اینها رو به همین راه تله کرده است. چرا 42000 اعضای دیگری حزب به همین راه نرفت؟ همه کار کرده شدن، درس آموخته شدن، تجارت کرده شدن و فقط فرزند شما رفت. پس معلوم می شود که فرزند شما اگرچه اعضای حزب نهضت هم بوده است، من حاضر تفتیش میکنم که بوده است یا نبوده است، اگر باشدم زیر تأثیر بعضی اندیشه های دیگر قرار گرفته است، بالایش کار کردن. خب هیچ کس از این مادر عزیز در امان نیست که یک همون اندیشه ها از حزب شما شده رفیق. نه خب مادر اندیشه های ما ببینید، اندیشه های ما در اساس کنستیتوسی است. ببینید اگر ما در جلسات تشویقات میکردیم ولی دنبالها این بچه‌ها یهو کار میکردن. ما اندیشه ها ما در اساس قرآن مجید هست، در اساس کنستیتوسی است، قانون هست، فقط درباره صلح و صلاح میگیم. همین سخنانی که حاضر من گفتم در همه جلسات میگویم، حتی بیشتر از این. بعضی میگویم که شما آرام باشید، حتی اگر مظلوم هم باشید شما گذشت کنید. من این نصیحت ها رو میکنم، ولی من شما رو میفهمم، مادر هستید. دیگر عملا دیگر دوملا من چون که من دیدم، من احساس کردم، من خودم مادر عزیز من قبول دارم شما رو، ان شاء الله من میبیام پیش تو. همش اعضای فعال حزب شما، یگان تاش به حزب شما نبود، اما 18 نفر طلبات. نه او یک من گفتم که مادر عزیز همه هر کسی رو ریشدار دیدن، هر کسی رو نمازخوان دیدن، شهران رو دیدن، میگن که اعضای حزب نهضت. دیده شما بودم. من بیا یگان دلیل گام نمیزنم. نه شاید که بلیت فرزند تو دیده باشه. آقایان همش اعضا، همش من میگم که اعضا، همش اعضا بود. همه جلسه بود میرفت. خب معلش مادر عزیز ما این کارو ببینیم ان شاء الله، حتما سلامت باشید. سلامت باشید. اولا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و کفا و الصلاة و السلام علی محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و علی آله و اصحابه. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاضرین، به خصوص مهمانان، اولا شما را خیر مقدم میگیم، خوش اومدید. بعدا البته ما هم عرضی چند وقتی نداشتیم که یکم وقتی فرصتی پیدا شد که پیوسته و شما بخورده باشین، چون که بعضی هرچی گفتنی‌هایی که داشتیم که با بعضی از اعضاهای فعال حزب نهضت گفته بودیم، رساندیم، بالخصوص با بعضی رهبرها صحبت‌های محرمانه هم داشتیم در علاهیدگی و مانند اگر اینجا باشن دامنان اینجان یه رهبری حزب نهضتی مثلا چی ولایتی اینچنین بین دیگرها و اینجا به اعضاها و داننده‌تر از علوم شرعی دینی خبردار دامنا علی جان اگر باشن، اگر هم قشلاق ما و حاکم صحبت‌های علاهیده داشتیم، خانه‌های علاهیده و حتی تا ساعت‌های یک شب هم بعد سیتون مردن. شاید که بچه ما شاید که ما درست فهموندن تونستیم یا که واها قبول نکردن که همین خیلی بعضی گفتشنیدهای ما تا به آخر نرسید و خیلی خدا رو شکر که امروز ما روبروی ایستادیم. ان شاءالله که شاید که مقصد همدیگر به همدیگر فهمونده شاید که به یگان جای میرسیده باشیم. گفتنی مقصدا که اینجا اومدیم شنیده. بنابر همین البته گوییم که یک رکلام از اولش ویران شد. اگر فرصت باشد این کارت ما کمتر، چون که ما دنبال ها گپ ما هم تیز اداشویش قیمتر. برای همین
برای همین البته چون که خودتون من حاضر گفتید که بحث ها هست اطراف هستی یا نبودن حزب و از نام دین و اسلام و یا که برآمدش میام مثلا من تلویزیون با گوش کردم که گفت که بعضی همش تکلیف ها پیشنهاد میکنن، بعضی برای عموم بستنش، بعضی دیگر ها برای تغییر نامش. یا که البته بازم گفتید که ما البته این چیزا هم از اعتبار دور نیست، به اعتبار میگیریم تکلیف برادرهای دیگرهای گفته. برای هم اکنون اینجا آیه قرآن عظیم الشان با سوره نساء آیه 59 با آمده است که خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یعنی در این آیه 59 رقم 59 سوره نساء خدا می‌فرماید که اولا با ما خطاب می‌کند کسایی که از زمان سعادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تا به روز قیامت در دوره ایمان هستند، خطاب می‌کند که کسایی که به خدا یگانه ایمان آورده اید، شما اطاعت خدا و رسول به جا آورید و اطاعت اولی الامر کرده باشید. بعدا خدا می‌فرماید که اگر بین شما و این تنازعتم فی شیء، اگر در یگان امور دینی اگر بین شما یگان نزاع پیدا شود، کشمکش، نافهمی، گوناگون اندیشی، اختلاف نظر که پیدا شد، خدا چی میگه؟ شما فردوه الی الله و الرسول، شما این همین بحثتون دارید، در همین جاش دارید و تلاش زیاد لازم نه، بحث زیاد لازم نه، شما به قرآن مجید مراجعت کنید و به حدیث های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر باشن در حیات پیششون روید، نباشد اگر به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به قرآن مراجعت کنید. بود در دوام که این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر در حقیقت شما خدا یگانه به روز قیامت به اگر باوری داشته باشید دیگر شما قرآن مراجعت کنید و حدیث مراجعت کنید. ذلك خیر و احسن تعویلا، از همه به راه بهترین تعویل بهترین همین راه است. دیگر بحث ما همش ان شاء الله که در جاش حل می شود، دیگر کشکش و دیگر من تلاش ما یگان ان شاء الله که جایم باقی نمیمونه. بنابراین همینطور ان شاء الله که ما یه بار نگاه کنیم چی همین چیز در لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. این خداوند میگه که مشروعیت فرض به گردن بنده ها کرده مونده است که خداوند جل شانه که راه شرعی بیان کرده است که میگه که ما از زمان حضرت نوح به این سپارش دادیم. اولا وصیت خدا به حضرت نوح علیه السلام بود که اولین پیغمبری که با حکم های شریعت همون کس به رسیدگی آمدگی اولش حضرت آدم علیه السلام گرچه که پیغمبران که بودن فقط فرزند های خودشون بودن، لیکن اون قومی که بعدا آمدند و حکم های شریعت برپا شد، نمازم زکاتم دیگر همه عمل ها که در زمان حضرت نوح علیه السلام که جاری شد دیگر شد. خدا میگه ما حضرت نوح علیه السلام سپارش ما همین بود، وصیت ما همین بود و چیزی که شما با وحی کرده فرستادیم همین چیز هست و هر چیزی که به حضرت موسی ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی همه گفتیم که ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. دین از اول از زمان حضرت آدم علیه السلام تا روز قیامت یگانه یک دین است. الانبیاء اخوه و دینهم واحد، برادر همه پیامبرها برادر هستند، دینشان یگانه یک دین است که دین اسلام است. خدا میگه ما همه ها به نصیحت کردیم وصیت کردیم که دین به هستی چه خیلی که شما با سپارده شد همین خیلی نگه دارید، حفظ کنید، برقرار کنید در روی زمین، در بین بنده ها جاری کنید، حکماش به جا آورید ولا تتفرقوا فیه. در دین انده فرقه به گروه به حزب ها به جدا نشوید. این نصیحت خداوند جل جلاله در آیه 13 سوره شورا. و اینچنین البته بازم اگر با آیه های قرآن عظیم الشان بعضی امروز برادرها میگن در ما البته میشه وقتی که بحث میشه دیگه میگه که ای دولا شما حزب نیست، میگه انا خداوند یک نام سوره قرآن به نام احزاب آورده است. ما میگم به نام احزاب آورده است، درست سوره هست، لیکن اگه ببینیم چی وای احزاب مسلمان ها می یا کافر ها می؟ وای کافر ها بود احزاب. جنگ خندق اگر کدام کسی که تاریخ ناسا میدونه یا ور خوند میبینه که جنگ خندق نامش غزوه احزاب میگن یا غزوه خندق یا غزوه احزاب میگن که اونجا با یهودی ها یه قوم بنی نذیر یهودی های دیگر جمع کرده اومدن از قبیله قریش هم رفته گریز اومدن به مقابل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همه جمع کردن و ایشون 4000 انسان 6000 با از یک قبیله دیگر 700 نفر از قبیله دیگر 400 نفر همین خیلی 12 نفر تقریبا همشون جمع شدن تمام اطراف مدینه منوره محاصره گرفتن. از در پیشتر خداوند جل جلاله در آیه سوره بقره 214 هم آیه خبر داده بود که مثلا با تشویش فرو اومدن مسلمان ها بسیار دیدن که دیگه مشقت و دیگر و خداوند فکر که کدام وقت نصرت میشود بسیار. بعد خداوند جل جلاله که استجاب الا ان نصر الله قریب. در آخر هم سوره بقره آیه 214 هم گفت که نصرت قریب است.
وقتی که بعداً وعده کرد خداوند جل شانه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم این خبر داده بودن، در حدیث شریف آمده است که لفظش اینجا در پیش خاطرم نیست، لیکن مضمون همین خیلی که بنابراین که شما میبینید که همین خیلی کافرها با شما بسیار شدت کتی مبارزه میبرن دیگر میکنن، لیکن دانسته باشد که چی بر فایده شما خواهد حل شد ان شاء الله که غلبه در دست ما مسلمان ها است. وقتی که خداوند در همین بعد همین آیه کریمه سوره خود احزاب انده آیه 22 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم الا ایمانا و تسلیما. خدا میگه که وقتی که اکنون مسلمان ها مؤمن ها دیدن همون روز احزاب دیدن که از قبیله های مثلا قریش خود قریشی ها و قوم بنی نذیر و دیگر غطفان و دیگر ها آمدند و یک چند گروه حزب ها هم آمدند اطراف مدینه منوره که خندق گفته بودن در آمدن تونستن، بعد اونها محاصره گرفتن، حتی برای آب نوشیدنی یک هفته آدم ها گرسنه ماندن، همین خیلی شد. بعد دیده ایمانش قوت گرفت، گفتن که هذا ما وعدنا الله و رسوله، اون چیزی که خدا و رسول به ما وعده کرد انا کنیم امروز برسیم ما ان شاء الله که اکنون غلبه ما میکنیم گفته. و در حقیقت همون غلبه که خدا وعده کرده بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم غلبه که وعده کرده بود از بالای همون کفار از بالای احزاب اونها غلبه کردند و ایمانشان بازم شد قوت گرفت و البته اسلامشان هم قوت گرفت. این البته دلیل میکند که این دلیل هست که البته در دین اسلام از نام اسلام برپا کردن حزب و گروه ها شرعاً جایز نبودنش به. دیگرش البته و ما به واسطه با بعضی دیگه برادرها هستن که یک آیه کریمه از سوره آل عمران میگیرن حجت میکنن، میگن که خداوند گفته است که در آیه 104 سوره آل عمران که استعذ بالله ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یعمدون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. بگذار که از بین شما یک جماعتی باشد که مردم به کار خیر دعوت کنن، امر معروف کنن، نهی منکر کنن، آنها رستگار هستند گفته. این دلیل میکنن. اونجا با آیه کریمه با یک جماعت اینجا نگفته است که حزب برپا کن امت، اونجا لفظ امت که اومده است بعداً اونجا به سه شرط مونده است که همون اینها چیکار کنن، همون امت همون جماعت چیکار کنن، مردم به کار خیر دعوت کنن، به اسلام دعوت کنن، امر معروف و نهی منکر کنن. سه شرط پیش اونها گذاشته است. خب اگر گوییم که همین فکر اونها اگر در همین فهمش خود اگر اونها درست می بودن این کار در زمان صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سابقه می داشت، چون خودی شما جناب شما گفتید که یگان سابقه نداره. یعنی در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا اون کس گفتن نمیتونه در سه اصل طلایی اول اسلام هم این چیزها نبود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه خیر القرون ثلاثه، یعنی اصل بهترین سه اصل است. سه اصل بهترین این چیزها نیست. یا اون کس گفتن میاد که حبود هست گفته، لیکن در همون زمان اگر گوییم که امروز احتیاج دارد اون زمان از این روز دیده زیادتر احتیاج داشت، چون که نه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اطرافشان نوهرهای پنج شمار بودن، آدم بسیار نداشتن. خودشان بودن از زنها گویم که حضرت خدیجه مادرم اولین ایمان آوردن، از مردها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، از کودکان حضرت علی رضی الله عنه، از دیگر غلامان گویم که حضرت بلال حبشی بودن. دیگر مردم زیاد نبودن، لیکن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیوسته مردم رو به دین حق دعوت کردن گرفتن، دعوت کردن گرفتن. خداوند خیر حمایت کرد. دیگر شد که کار به جای رسید که اکنون مشرکه ها به تهلکه افتیدن. قریشی ها اخیر آمدند و دیگر اول زوراوری کردن، نجاست اول بالای سرشون بار کردن، وقتی که در اطراف کعبه نماز می‌خواندن دیگر کارها آزارها دادن و آزار نشد. دیگر اکنون اومده پیشنهادها گذاشتن. اولی پیشنهاد بازم چی بود؟ گفتن که اگر شما این کارهای دینی نو دعوت شه بس کنید و اگر شما رئیسی فارادگی بریم شما رئیسی ما شوید، هم کرسی لازم باشه بریم شما رئیس کنیم ما رئیسی ما شوید و دیگر این گپای خفن بس کنید. یا که مال دنیا لازم باشه به جمع کنیم که بس کنید شما. زن لازم باشه یک چند عدد از زنهای زیبا دخترهای زیبا برای شما تیم. گفتن که نه برای من نه اینش نه وایش از آن خودتون منصبتون از آن خودتون مال دنیاتون از آن خودتون فقط اسلیمو تسلیمو شما مسلمان شوید شما صلوات هستید من کاردار نیستم دیگر اگر به زمان حضرت من امام اعظم رحمه الله همون میگیم که ما مذهبی حضرت امام اعظم رحمه الله با امام اعظم رحمه الله از کدام سبب جان دادن، در کجا اصلا قبول نکردن منصب دنیوی که این همه میدونن که مثلا قاضی قبول نکردند و از پس در رحم خوردن هر روز آخر زهر دادند و کشتن. خب پیشوای ما اگر امام اعظم رحمه الله باشن، حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشن، میگن که مثلا این چیز انا در صدر اسلام که نباشه دیگر خدا میگه که مثلا که بدعت. خب شما اینجا ذکر تذکر داده گذاشته، لیکن بدعت اینجا فقط از نام دین استفاده که هست بدعت هست، چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میگه که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کدام کسی که در دین ما یک کاری نوی پیدا کند که از دین ما نیست، از دین ما نبودنش هم که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه ها و تابعین تبع تابعین یگان خیلی هیچ نبود، دیگه از نام دین هست امروز استفاده هست مادامی که باشه دیگر، لیکن از دین که نباشد فهو رد و مردود است. از نقطه نظر شریعت این من محکوم کنی من نیست، لیکن بیان فقط. دیگر البته بازم اگر همون آیه کریمه که از گفتم 104 آیه کریمه اگر سوره آل عمران دلیل کردن باشن، اگر از وقت پیشتر آیه 103 بعد و 105 هر دو
اگر همین گفته آدم‌های گفتگی اگر درست کنیم مگر حدش محکوم میکنند. اولینش هم که خدا میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یعنی خدا میگه که اطراف رسمان پرقوت خداوند جل شانه که همان دین اسلام است و قرآن مجید است، اطراف همون فرمودهای او هر دو شما سرجم شوید، متحد شوید و پراکنده نشوید، فرقه فرقه گروه حزب نشوید. گفته خداوند جل شانه در قرآن عظیم شان آیه 103 سوره آل عمران. بعدا خداوند یادآور میگه شما وذکروا نعمت الله علیکم، یک بار نعمت خداوند جل شانه بر شما داده یک بار پیش خاطرتون بیارید، یک بار یک فکر کنید. برای رسیدن به قدر نعمت باید که انسان خدا میگه که روزهای گذشته باید فکر کرده باشه. روزهای گذشته که صدر اسلام البته اسلام اومد و همه متحد کرد. از سری ما ملت توجیه یک بار گذشتگیش جنگ برادرکش بود که به سبب الحمدلله که به سبب وحدت و دیگر همدیگر فهمی و یعنی استقلالات که خداش که با الحمدلله ما چون که گفتید دست به دست دادیم متحد شدیم، خدا رو شکر که الهی نعمت بر دوام باشه. بعد خدا میگه که و همین کار شما بجای همین خیلی کار برای شما کشتار و خونریزی دیگر بجای بود که شما بلبی جاری دوزخ رفتگی بودید. اگر یک قدم دیگر پیشتر میرفتید یا اگر در همین حالت شما وفات میکردید همتون راست به جهنم میرفتید. اگر خدای نخواسته همون زمان که در همین جنگی برادرکشی اگر تاجیکی ما اگر دوام میکرد اگر هر دو طرف هم القاتل و المقتول فی النار هر دوش هم جهنم میرفت. خدا از این پناه داد و همه را خلاص کرد. خدا رو شکر کی. این بنابر همین خدا میگه که اکنون دیگر همین کار نکنید شما. همین سبب پراکندگی فرقه بازی بود که همین جا برسیدید. دیگر آیه 105 سوره آل عمران خدا میگه که ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. خدا میگه شما نشوید. چی نشوید؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا، مانند اونهایی که در دین خودشون فرقه های گروه و حزب های برپا کردند. اینها کیها بودن؟ قوم بنی اسرائیل که به گفته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که گفتند که قوم یهودی ها 71 فرقه، نصرانی ها 72 فرقه به تقسیم شدند. و ستفترق امتی بعدی 73 فرقه كلهم في النار الا واحده. و بزودی است که امتی من هم به 73 فرقه تقسیم میشوند. خدا نخواسته الهی نشود. لیکن این البته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این گفته ها را گفته رفته. بعدم خدا میگه که شما لیکن مانند آنها نشوید، کار کرده وای شما نکنید. شما فرقه گروه و حزب شما تقسیم نشوید. نصیحت خداوند جل شانه در آیه 105 سوره آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا، شما نشوید رحم رنگی مانند اونهایی که فرقه گروه حزب از نام دینشان در داخل دین پیدا کردند و اختلاف بین خود ایجاد کردند. البته اختلاف هست، امروز اختلاف هست چون که البته همه میدونن. بنابراین همین دیگر البته در این باره بازم اگه گفته باشه میگه خداوند جل شانه در آیه 151 152 153 سوره انعام میفرماید که لفظ سرشوی ابتدا آیت به همین سر شد که خدا میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یعنی خداوند جل شانه در این سه آیه مبارکه 10 چیز حرام کرده است. در آیه اول آیه 151 سوره انعام 5 چیز، آیه 152 به 4 چیز و آیه 153 به 1 چیز حرام کرده است که خداوند میگه که سرچشمه آیه کریمه که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خدا خطاب کرده که ای محمد صلی الله علیه و سلم شما به مردم رسانید، صحابه ها بگویید که بیاید شما جمع شوید، من به شما تلاوت کردم، قرائت کردم هر چیزی که پروردگارتون برای شما حرام کرده است. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگن که هر کسی که میخواهد که وصیتی مهر کرده شده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آداب رعایت کنید. سرخطیب ناحیه هیچ وطن شما هم که میگید آداب رعایت کنید. اسلام نام اسلام دارید، حزب اسلامی هستید، آداب رعایت کنید. برای همین میگید اسلام وقتی که خب خدا ترسیده. خداوند جل شانه مردمی که اگر ما رو من کرده باشه در این آیه مبارکه صراحتا خداوند جل من کرده است از فرقه بازی گروه بازی و مانند کاری کی بدنش هم خداوند گفته که کار یهودی های نصرانی ها این صراحتا بیان کرده است که مانند آنها شما نشدید. برای چی مسلمان ها دیگر جای این خیلی کار که مثلا رفته دیگه کار نفتیم که رفته کاری مثلا یهودی ها نصرانی ها مثلا دست میزنیم یا کار میکنیم دیگر از این روشن‌تر. مثلا انا آیه 153 سوره همون انعامی که گفتیم خدا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یعنی خداوند جل شانه در این آیه مبارکه میفرماید که
البته راه یگانه صراط المستقیم، یگانه یک راه حقیقت یک تا، چون که در عقیده اهل سنت و جماعت 4 مذهبان حق یک تا میشه. لیکن معتزله ها میگن که عدد حق یک چند تا میشن، میگن اهل سنت و جماعت میگن که حق یک تا میشه. بنابر همین خدا میگه که راه حق صراط المستقیم، راه یگانه، شاهراه، انم یگانه یک راه است که فتبعوه، شما همین پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل، و راههای نوپیدای دیگری که از نام دین استفاده میکنند اینها به شما نرید. خدا میگه ندرایید، پیروی نکنید. برای چی؟ فتفرق بكم عن سبیلش، چون که این راههای نوپیدایی که از نام اسلام استفاده میکنن شما را از این شاهراه بیراه میکنه، گمراه میکنه. و در دام خدا میگه ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، به همین چیزها خدا شما رو وصیت میکنه، نصیحت میکنه که شاید شما از خدا ترسیده باشید. و دیگر آیه 159 سوره انعام خدا میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. خداوند جل شانه در این آیه مبارکه میفرماید که البته اون کسایی که چیکار کردن، ان الذين فرقوا دينهم، دین خودشون پاره پاره کردن، گروه و حزب ها و تقسیم شدن در داخل دین، و کانوا شیعا، در نتیجه حزب و گروه ها پیدا شد. خدا میگه لست منهم في شيء، به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در یگان عمل آنها شما همراه نیستید، شما از اونها بیزار هستید، اونها از شما بیزار هستند. انما امرهم الى الله، کار اونها به سوی خدا شما حواله کنید که خداوند به زودی آنها را از کردهشون خبر میدهد و مکافات عملی کردهشون را میدهد گفته. و دیگر اگر باز گفتنی باشه اگر آیه 31 و 32 سوره روم که خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاه ولا تكونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. در این آیه کریمه من بلاسه بعضی میگه حزب، من حزب الله ازش ذکر شده است که خدا میگه که البته شما با توبه و استغفار به سوی درگاه خداوند جل شانه از کرده های بدی خود برگردید و نماز در وقتش ادا نمایید. ولا تكونوا من المشرکین، از جمله مشرک ها شما نشوید. اونها چیکار کردن؟ آیه کریمه آیه 32 رقم 32 که میگه که من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، از جون اون کس های نشوید که دین خدا پاره پاره گروه به تقسیم کردن. کل حزب بما لديهم فرحون، هر صاحب حزب هر چیزی که در نزد خودش هست همون که خرسان میشود. امروز چون که این به همه بر علا معلوم است، یگان اعضای یک حزب دیگر گرچه 8 حزب که باشد در تاجیکستان یگان تاش دستاورد و بردی کسی دیگه که البته خرسان نمیشود. این صراحتا گفته قرآن مجید، گفته خداوند است و بازم بچش میشد هر کس دیده استاده است. بنابراین شاهد هم میگه که هر کسی را در خوری مقدار خیش هست نوع خوشدلی با کار خیش، میکند اثبات خیش و نفی غیر، چی امام سمعه و چی پیر دایر. همش میگه من حق، گفتی من حق، راه من درست. این اگر حزب من با آواز بگم من توی بخدا اونجا میرسونم، اگر حزب من توی وکیلگر یا که مثلا میگه تقدیر من 5 ساله چی در دست شما فلانی ها انتخاب کننده ها یا فلان ها، تقدیر دست خداوند جل شانه است. تدبیر شاید که ما میکنیم، تدبیر در دست ما شاید که هست، ما تدبیر میکنیم، اندیشه ها میکنیم، لیکن تقدیر هر چیزی که هست شاید آقا گفته که نیکوات از خداوند جل شانه، تقدیر هر چیزی که باشه تمام میشود. بنابراین همین قدر البته باید که ما فکر کرده باشیم که اکنون ان شاء الله که شاید که به همین گفته‌ها این شاید که من سوش شد دیگر شد وقت تینجی آرام خدا رو شکر خیلی برقرار است. شاید که بعضی همین باز فتنه هایی که هست شاید که در حق اطراف اینشان یک فکر و اندیشه را نمی‌شود که با شما چون که گفتید که البته به اعتبار گرفته میشه، شاید که اگر به اعتبار گرفته شود این البته این گفته ما این نیست که مثلا حکم باشد دیگر باشد، مثلا ان شاء الله که با اینا رفته من آیه کریمه رقمش گفته نامه سوره گرفتیم، شاید که اگر قید کرده گرفته باشن شاید گرفته تفسیرهای یا البته داننده‌تر هستن، علماها و بزرگوارا هستن در مثلا بالخصوص در جنوب کشور از ما دیده هزارها بار داننده‌تر هستن، البته دیده شده اطراف این التماس میکنم که باید که فکر کرده شود. خاص سلام شما محترم، من با دقت شما رو گوش کردم و تشکر میگم. خداوند اجر کنه. اگر از من پرسید همچون یک تاجیک مسلمان شهروند همه جا، من زیر هر یک جمله های گفتتون امضا میکنم. یعنی همچون اگر هر کسی که با قلبی باز مسئله حزبی را کنار موند، سیاسی را کنار موند، مثلا گوید که من حاضر این کس همچون رقیبی من برآمد به من اهمیت ندیم نه. اگر خالصانه برای خدا گوش کند هر چیزی که شما گفتید قبول میکند، در گوشش میداره، در ایمانش جا میگیرد. من اصلا با اهل علم صحبت کردن دوست می‌دارم. بخوام یک صحبت خاص یا پیاله چای باشد، چای قبول با هم شینیم صحبت کنیم، مسائل تئولوژی یا الهیات که مردم درجه اکثرا خب نشستن شاید که عمق مسائل ها رو نمیفهمند، درک نکنند، وقتی اینا رو نگیریم بسیار خوب میشود و بسیار کار خوب کردید.
همچون یک مسلمان که برادران رو دعوت کردید گفتید نعیم جان و خوری علی اینها رو دعوت کردید، اصلا عمل یک مسلمان همین است. دین و نصیحت، دین خودش نصیحت است، ولی یک کلمه تناسخ یعنی نصیحت کردن دو طرفه هست. متاسفانه یکی از مشکلی ما مسلمان ها به خصوص اهل علم از آن جمله این مشکلی در بعض اعضایان حزب ما هست که شما درست دارید که خودش حق میبرد و فقط نصیحتگری طرف دیگر میشود، ولی تناسخ یعنی این عمل تفاعل است. باید که همون قدری که نصیحت کردی همون قدر نصیحت هم شنو، طرف دیگر هم گوش کنو، از وی هم قبول کن. اگر واقعا برای خدا فکر میکنی و باید که یکدیگر فهمید گوش کنید. من باور دارم که در این نتیجه صحبتایی که شما کردید شما هم نصیحت کردید، اونا هم نصیحتایی کرده باشن گوش کردید و یک تفاهم رسیدید. ولی افسوس که من دامون نعیم جان خواهش کردم که روان بین مهاجرین، چون از مردم اصفهان خیلی مردم در هجرت هستن، در شب روزای انتخابات با اونها باشن، کارهای مسئولیت ما رو انجام داده ایستادن حاضر برگردن. من یک پیشنهاد دارم، بیایم انتخابات که گذشت حاضر مثلا انتخابات هست، این بحث‌های حزب سیاسی در اسلام هست نیست، بحث‌های دوردراز و خیلی فکری است. به یک مرحله دیگر مونیم، شاید ما بیایم اصفهان یا که از اصفهان دعوت کنیم در سطح کشور میزی گیر تشکیل کنیم، علمای سیاست شناس بیاین، بیاین، کسانی که حق فتوا دارن بیاین، یک صحبت‌های کنیم. ما اهلی در عربی کلمه مرونت هست، گیبکس میگن دوستان، فلکسیبیلیتی انگلیسیش قطعی، تاجیکی قدر همین قدر فکر میکنم که همین مرونت پیدا کنم که چی هست. گیبکس ترجمهش نیفتم راست دیگه. بعد یک دوستم که افغان ها انعطاف پذیر ترجمه کردن، اینش هم عربی است، با پذیرش تاجیکی است و انعطافش عربی، ولی معنیش همین است که باید انسان گیب کی باشد، دیگه طرف قبول کرده تا اوند بحث و صحبت آماده باشد. مشکلی ما در چی از دوستان محترم؟ در مسئله حزب سیاسی در اسلام اگر من بگم که 10 کتاب خوندم، کمش 10 کتاب خوندم، کتابای خیلی بزرگ، نام‌های گوناگون، حزب در اسلام، پارلمان در اسلام، مشارکت سیاسی در اسلام، اسلام و بسیار حزبی، علما دکترهای علمی اسلامی نوشتن. همین حرفایی که حضور گفته شد که کاملا درستن، آیات‌های کریمه رو که آورده. عجیبش در همین است که در عالم اسلام عین همین آیات‌ها را طرف دیگر باز با مقابل طرف دیگر استفاده میکنن. همین آیه‌هایی که تفریقا ناندازید، گروه نشوید، با هم باشید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تمام مسلمان‌هایی که با یکدیگر حتی می‌جنگن همین آیات‌ها رو استفاده میکنن، زید دیگر می‌جنگن. آخر میگه برادر از همین آیات او خونده ایستاده است، چرا با همین آیات زید و استفاده برده ایستادید؟ آیات میگه که وحدت کنید، با هم باشید، بشینید، اختلاف نکنید، هر اختلافی که دارید به خداوند حوالهش کنید، به پیامبر حواله کنید. این بهترین گپ است. ولی ما یکدیگر رو با همین دلیل‌ها زید یکدیگر استفاده می‌کنیم، با این بحث می‌کنیم. خود کلمه حزب در قرآن اگر اشتباه نکنم یا 16 یا 17 مراتب اومده است. 20 جمله. لابد 20 جمله اومده است. یعنی من تا 16 17 چه خودم نگاه کردم. حزب به معنای منفی هم هست. شما درست گفتید احزاب که مشرکین کفار و منافقین حزب داشتن، حزب به معنای مثبتش هم همچون حزب خدا هم هست. یعنی خودی کلمه حزب در قرآن معنی منفی و مثبتی مطلق نداره. این وابسته به اون است که شما اون چی گونه استفادهش میبرید. یعنی این کلمه برای قرآن اسلام بیگانه نیست. 20 مرتبه در قرآن در حالت‌های گوناگون ذکر شده است. اما مشکلی ما در عالم اسلام چی است؟ حتی در علوم اسلامی هم یک نفر، یک مسلمان، یک عالم دینی که عالم است، فقیه است در مسائل کلی، باید به سوال‌های روزه و نماز مردم جواب دهد، نکاح، طلاق، امور دیگر، میآیند در مسائل سیاسی دقیق هم نظر میدهند، فتوا میدهند. علم خیلی پیش رفته است. برای مثال ما ممکن صدها هزار عالم فیزیک داشته باشیم، ولی فیزیک تقسیم می شود. علم فیزیک، کوانتوم فیزیک است، یادرنه فیزیک است، مکانیکه فیزیک است. عالمی که در ساحه یادرنه فیزیک متخصص هست و این فیزیک است، ولی اگر یک سوال بدهند از فیزیک مکانیکی میگه که من اینم درست که من دکتر علم فیزیک هستم،
ولی رفته از متخصص خودش پرسید، رفته از متخصص کوانت و فیزیک پرسید یا مکانیک پرسید، وای میدونه وای کار علمی کرده است، وای 20 سال شده در این مسئله تحقیقات کرده است. من در این مسئله حق گپ زدن ندارم. متاسفانه علمای اسلامی ما در همه مسائل اسلامی جواب دارند. هر کسی سوالش کند که داملو در این مسئله نظر شما چی هست، 5 10 20 آیت قرآن کریم یا احادیث رو ازبر کرده است، همونا رو در هر جا استفاده میبرد جواب میده. حالا که در مسئله فتوا دادن امروز الحمدلله علم اسلامی به خصوص فقه خیلی پیش رفته است که جزئی ترین مسائل متخصص خودش دارد. یک عالم اسلامی دکتر علوم اسلامی هست، فقط در مسئله نماز کار کرده است. شما در مسئله مثلا حزب سیاسی پرسید، میگم برادر میبخشید من در این مسئله علم ندارم. درسته که من عالم اسلامی هستم ولی متخصص این ساحه نیستم. رفته از کسی پرسید که در این مسئله کاری علمی کرده است. در مسئله حزب در اسلام آیا جایز هست یا نیست، شریعت چی میگه؟ ده ها عالم در ازهر در جامعه های اسلامی کاری علمی کردن، تحقیقات کردن، مجلدات کلان دارند. من بسیار میخواستم علمای کبار دعوت میکردم که وقتی که در مسائل های حساس سیاسی صحبت میشود، این آیات های عمومی و حدیث هایی که عمومی شؤون اسلامی رو در بر میگیرد کنار بگذاریم، برای متخصص ببینیم که برادر شما 20 سال است که خالصانه درباره مسئله حزب در اسلام کار کرده اید. نظرتون در این باره چی است؟ وقتی که علمای اسلامی، علمای پاکستان، چرا در پاکستان یا در مالزی کشورهای پیشرفته اسلامی هستند یا در ترکیه یا در افغانستان علما بحثی آیا در اسلام حزب هست یا نیست نمیبردارند. علمای امام حنفی هم امام اهل سنت هستند. برای اینکه مسئله رو حل کردن، سرچشمه رو دیدن، علما فتوا دادن، با خلاصه آمدن که در جامعه امروزه ممکن است اگر باز همین علما جمع شوند در سطح جهانی فتوا دیدن که از این به بعد در اسلام حزب اسلامی تشکیل کردن جایز نیست، مطمئن باشید مسلمانای تاجیکستان کرخ نیستن. اینو خودشون وقتی که پیروی عقیده اهل سنت و جماعت میدونن، مکتب فقهی ابو حنیفه میدونن، حتما گوش میکنن. شما بسیار درست گفتید. من در صحبت تلویزیونی هم گفتم که این پیشنهادایی که هستن ما میآموزیم، متخصصان صحبت میکنیم، با اهل کشور، با علما مصلحت میکنیم، یک خلاصه در میویم. ببینید حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه در یکی از شما تاریخ خوب میدونید وقتی که در مسئله خرما کسر میدونید خرما را گفتن که دیگر پیوند نکنید، اون چی میگیم به زبان تاجیکون بادگردان نکنید، چون گردالود نکنید. گردالود چون میوه را خوب میکند، حاصل خوب میکند. همون سال مسلمان ها در مدینه منوره نکردن، گفتن که پیامبر اکرم گفت چیزا رو باید نکنید. سال دیگر حاصل نشد. حاصل که نشد گفتن که چی شد؟ گفتن که پیامبر معظم گفتن. بعد از ایشون گفتن که خب درست که من گفتم، ولی خب من این نظر شخصی من است، از یک متخصص یعنی ساحه کشاورزی پرسید شما که چی میگن، اگر گردآلود کنید حاصل خوب کنید همون کاری متخصص کردن در کار. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه در همین مسئله نظر خودشون گردوندن، گفتن از متخصص پرسید. یک آیه کریمه هم هست استعیذ بالله اسالوا اهل الذکر، نه در مسائل های خصوصی اهل ذکر متخصص رو پرسید که در این باره چی میگه. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر چه فقه هم داند، من حق ندارم در مسائل های مسجد و نماز و روزه مردم فتوا دیم. خیلی که حضرت داملو میتونن دادن، چون امام خطیب هم فتوا داده میتونن. در مسائل های سیاسی، در مسائل های حقوقی، اقتصادی خواهش میکنم که داملوهای محترم احتیاط کنن که به متخصص حواله کنن. ردوه الی المتخصصین، یعنی به همون متخصصان که باید کار کردن در این مسائل خیلی خوب تحقیق گذراندن. واقعا ببینید ما همدیگر فهمی کردیم. من کاملا راضی هستم. امام اعظم رحمت الله علیه منصب قاضیگی رو قبول نکردن. شما دلیلش رو خوب میدونید. از خلیفه وقتی دعوت کرد که شما باید مفتی شوید، نه به خاطر که حرام است در اسلام، فقط گفتن که به شرط مفتی میشوم که قاضی میشوم که هر چیزی که شریعت میگوید همون رو طلب میکنم، نه هر چیزی که شما میگید اگر چه حاکم باشید. چون که من از خدا میترسم. اگر که شما هر چیزی که دلتون میخواهید با من سپارش بدید، من همچون مفتی گپ زنم، من این رو قبول ندارم. مفتیگی رو قبول نکردم.
یعنی این نشانه بلند تقوا و ایمانداری یک عالم هست که هر چیزی که شریعت میگه باید همون رو کنه. در زندان زندانیش کردن، زهر دادن، کشتن، ولی سخن خدا و سخن پیامبر، سخن قرآن رو بالاتر از همه گذاشتن. خدا کنه دعا کنیم که تمام علمای حنفی و تمام پیروان مذهب حنفی مثل ابو حنیفه رفتار کنیم که حق رو حق بگیم. من واقعا خوشم اومد از این صحبت. بعد عذر میخوام از نام او برادری که من اگر نمیدونم با کدام دلیل سخن داملا رو قطع کرده شما. داملا درست که زیادتر صحبت کردن از رگلامین، ولی داملا داشتن نصیحت میکردن، با من صحبت میکردن. اگر که من ناراحت میشدم خودم میگفتم که داملا من شنیدم این حرفا رو میدونم زیاد، خواهش میکنم دیگر هیچ وقت این حتی رقیب هم باشد ولی داملا رقیب هیچ کس نیستن. داملا نصیحتگری همه هستن، از اون جمله نصیحتگری من هم وظیفه‌شون هم همین است که باید جامعه رو نصیحت کنم. من عذر میخوام از مردم و شما را هم خواهش میکنم برادر عزیز که در آینده آداب اسلامی و آداب معاشرت رو هممون رعایت کنیم. خداوند نگهبانتون باشه. همین صحبت‌های الان این دو نفر گذراندن بالای مهدی کبیره این جوری ملاقات ما گفتیم که شما قهرمان تاجیکستان شدید، لیکن واقعا در وقتی حرف زدنتون در وقتی بسیار یک احساسات مردم به خودتان جلب کردن یک شخصیت بزرگی احساس میکنن. ما گفتیم که 42,000 بلکه میلیون ها آدم باشد. شاید که این خطاب من به شما و این اعضایان شما و طرفداران شما باشد که صفحه گذشته البته بنده شما 95% قبول کردم گفتید، لیکن گفتید که اعضای حزب با داملا رفته کار کنه. چرا؟ 3 مرتبه در جمعه گفتم که برادران بیایید خطی یک جا شینید، لیکن همون دفعه هم حاضرم از برای خدا گام میزنم، لیکن ما یکان خیال کرده میمانده که کس نیست. من شک ندارم واقعا برای خدا برای آنکه ما این کوشش های غیرت برای خدا از سال 80-79 این جایی کردم و حرف زدن حاضر دیگه حرف زدن نه. دیگر میگفتگی دفعه ما همین که برادر اهل اسلام که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که آیات‌های با آیات‌ها مقابله کرد جنگ ناندازید مثل گذشتگان که آنها خراب شدند. همین برادرای نشستگی که اکثرشون در مثال نمازها میرن دیگه میکنن، لیکن همین سوره آیت الکرسی آیت الکرسی آیت ذکر نیست برادر، ذکر است. سبحان الله الحمدلله این ذکر نیست، ذکر است. درود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر است. لیکن اکثر همینجا نشستن، بعضی هاشون استثنا که آنها قطار موضع هم جایگی میکنن. آنها از همین که وقتی که ما سلام که دادیم همه خسته حاجت این داملای سخنش گوش کردن تا حتی ما داخل ویدیوها همش اثباتات که دیگر است که میبرند برین ماشین رو مثلا چام کنن سخنهای حفظ زده نیست. درباره این خیر خودتان میدونید که آیه مجادله در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، یعنی مقصد همین گروه های خداوند همین گروهشان استحواذ گروهگیر میکنن. فانساهم ذکر الله میگه که آیت الکرسی نخوان، قرآن نخوان، ذکر نکن، دعا نکن، جماعت که بریم برو میگه استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان، اینها حزب شیطانی گفتند، نام حزب شیطان گفتند. لیکن آخرین آیت که شما مثال آورید این حق صحابگان کرام که رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله. این حزبی که مثلا آیت کریمه حزب ذکر شد این حق صحابگان کرام بود. اکنون آخرین وصیت حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، آخرین وصیت، آخرین وصیت همه به ما وصیت شد که اگر برادران گامی زندگی اگر بسیار معذرت طلب میکنیم که شاید که دامولا یا چند کس به گاو زدن، ممکن جای ما یک کلیم کسی دوست به گاو زدن. آخرین وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوره اذا جاء نصر الله که مثلا قرائت کردن، گیستن، زورم به زور برآمدن، سرهاشون در میکرد، گفتن حلال خدای تعالی حلال شما کن. علی ابن ابی طالب ذکر حرام ذکر کردن. دیگر اخیرش گفتن که
اطاعت کنید تا صاحب امرای خداتون با گفتن مطلقا گفتن فقط این دینیش و ایشون خلق فصل نکردن مطلقا گفتن این هم آقا اطاعت کنید تا صاحب امراتون با کدام کسی که آنهای دوست دارد من دوست داشته است من دوست دارد خدای دوست داشته است کدام که آنهای گنده بیند من گنده بیند من گنده بیند خدا گنده بیند است خالهای دوست داریتان بودن این چنین گفتن که سیدزاده های دوست داریتان بودن اخیرش با گفتن که علماهای دوست داریتان لیکن بشاشت شما رو دوستداری اهل علم ما خیلی هم حس کردید برای همین گفتیم که 1 میلیون آدم با چیزی شوید راهبر شدید 42,000 دونی 1 میلیون آدم با لیکن بشاشت دیگه اعضاهان این چیز ندیدید تا حال 3 مراتب گفتیم یگانتشون مثلا نامده اهل علم دوست دارید کدام کسی که دوست دارد من دوست داشته است من دوست دارد خدای دوست دارد و ها کذا و ها کذا برای آن همین چیزی ما گفتیم که شما هم گفتید واعتصموا این برادرم گفت واعتصموا لیکن شما خیلی هم من دنیا ده خودم این کتکنده حس میکنم شما دنیا ده روی جهان ده حس میکنید که علاقه چند خودتون معرفی کنید که من فلان جا پیش مدام جا همین کار شما سرش بسته میتونید دیگه کس بسته نمیتونه همین دسترخوان شما اون چیکار میتونید دیگه کس نمیتونه من پیشتر شما با همچون نصیحت کرده بودم اگر این دفعه نصیحت ما اگر اجرا نکنید از شما خیلی هم صمیمی ما دیپوتات کنید فکر کنید خواهش میکنم که خداوند شما سربلند کنه خدا نگهبان تان باشه خب کنندگان هستید استاد یک دانه کوتاه کرد من همچه شهروند اسفرا من صبیر فامیلا بوستانوف چی گفتنیم من دو مسئله کوتاه میگم وقتی مردم زیاد نمیگیرم وقتی شما وقتم تماشاگیر روز اکثریت بعضی کار دارم پدر و مادر چی میتونن من چی گفتنیم من اشتراکی 2 جنگ هستم خدا من حق دارم که در مسئله وحدت گردم هم اشتراکی جنگ افغانستان هستم هم در جنگ‌های داخلی تاجیکستان اشتراک داشتم و برای من کلمه وحدت بسیار کلمه عزیز است بسیار کلمه که ایرا من در پوست خودم احساس کردم که وحدت با چی قیمت برای ملت تاجیک دست داده است لیکن متاسفانه امروز که شهر اسفرا یکی از کلانترین شهرها است 250,000 نفر اینجا استقامت دارند شما قید کردید که یعنی که در وحدت در پای وحدت تاجیکا در بنای وحدت تاجیکا رهبر شما سید عبدالله نوری در اعمار دیوار یعنی سهمی داشت ما ایرا اعتراف میکنیم که واقعا استاد نوری سهم داشت در اعمار لیکن امروز متاسفانه از انتخابات تا انتخابات در دوام استقلال متاسفانه این تغییر نیست باید این چیز واضح قبول شود ما ایرا خواهی نامبنام میگویم نفرهایی که در عضوای شما در اسفرا با این پایه وحدت چگونه با ریشه وحدت چگونه تیشه میزنند بین مردم تفریق اندازی هستی واقعیت است که وقتی که انتخابات شروع شد از انتخابات تا انتخابات نفرت خصومت کینه در بین مردم انداخته می شود این چیزی واقعیت است که ایرا من در اکثریت با اشتراک عضوی شما بودم عضو ریاست اسفرگی بخش اسفرگی شما بودم من ایرا تاکید کردم که در پیش مردمی چارکوکی نماینده هاشون بودن بیاین گفتن یک بار ما وحدتی واقعی کنیم وحدتی دهانی نه وحدتی هوایی نه وحدتی تخیلی نه و او وحدتی واقعی باشد که مردمی برای مردمی اسفرا برای 250,000 مردمی اسفرا لیکن متاسفانه اعضاهای شما وقتی که با اکثر با چشم نفرت نگاه میکنن او که نهضتی نیست غیر نهضتی است با چشم نفرت شخصا به خود من که خیلی حواله همه به خداست لیکن از این نگاه من فکر میکنم که اکثر نهضتی هایی که از جماعت خواهیم من نامبنام میگویم از جماعت چارکو هستن از جماعت سرخ هستن خوب از شناسایی دارم که از شهر هستن اکثر تیشه به ریشه وحدت میزنن در شهر اسفرا با نفرت و کینه و عداوتی که در بین مردم میکنن از انتخابات تا انتخابات این چیزا حتمی چی میکنن از این نگاه
شما که رهبری نهضت اسلام باشه یک بار با همین از نزدیک صحبت کنید با اعضای قطاری خود که از کجا اینقدر کینه و عداوت و حسد و خصومتی که در قلب‌های هست من هیچ فهمیده نتونستم. مسئله دوم کوتاه میکنم. مسئله دوم من شما در یک برنامه خودتون گفتید که اکثریت حرکت‌های اسلامی، اکثریت حزب‌های اسلامی آغاز خودم میگیرن از اخوان المسلمین. سوال شما هست؟ من خواندم از سامانه شما خواندم که آغاز خود اکثر از این میگیرن. امروز در 82 مملکت دنیا اخوان المسلمین همچون حرکتی تروریستی قبول شده. پس که شما که همیرا من از سامانه خود شما خواندم. پس که اخوان المسلمین که تروریستی اعتراف شده است، شما چگونه به آن میتید با نهضت اسلام که اگر شما خود پیروی اخوان المسلمین هستید؟ مسئله سوم کوتاه آخران مثلا شما یک بار با اعضایان خود در اعضایان قطاری خود کمی صحبت کنید در اسفره. ممکنه شما با رهبرای بخش اسفرگی صحبت میکنید و با یا ممکن چی صحبت هم نداره، شرایط ممکن صحبت نداره. درجه دانش، معرفت، جهانبینی، کتابخوانی در بین نهضتیان نیست. میرا کسی برای پیش من بیاد، برای اکثریت میشناسن نهضتیان بیاد امروز من بحث کند. من امروز پیش از انتخابات سنجش گذاشت. من ایزای با مومی حرام در اینجا هستم. من نام شدم میگم اون انسان. او انسان 15 سال است که در اینجا دفتر بود. 3 نوبت. سوال شد که در حدود جماعت شهر دیهاتی اسفره چند جماعت است؟ من نمیدونم. چند قهرمان تاجیکستان است؟ نمیدونم. اگر من دروغ گویم من در پیش ما خیزد همراه من گوید که دروغ میگم. یعنی که سطح معرفت، سطح دانش من سوال در آخر شما دارم. با این گونه اعضاها، با این گونه معرفت، با این گونه دانش شما مردم کجا راهنمایی میکنید؟ و خلاصه گپی من فکر میکنم بدیعی چیزایی که من گفتم من کسی مرا تاور نکرد. من از پیش وجدان میکنم. من میگم یعنی با این قدر چیزا یعنی که خصومت کشتن یعنی شما حقی در اسفره فعالیت کردن ندارید. اول قبلی گفته دیگر مسئله حل بشه. ولی یک چیز دیگر است. برادر عزیز من در مسئله خصومت من رو شدم از بچه‌های نوستان کمتر گیله دارم. با این با شما موافقم. گاه وقتی که صحبت میکنیم همین کلمه ما و آنها هست. من نمیدونم که در دایره‌های دیگر نسبت نهضت چی اصطلاح‌ها استفاده می‌شود. ولی چون با اینا نزدیک‌ترم میشنوم گاه میگم بچه‌ها همین کلمه ما و دیگران استفاده برید. همه ما هستیم. ما و دیگران نیست. ولی خصومت در کجا پیدا می‌شود؟ خصومت در جای پس شما در طرفدار شما ما نیست. نه ما شما فقط یک طرف است. طرفدار شما. نه من مایلش قبول. همین جوانمردی همین است که آدم کمبودی خودش با عهده گیرد. من عادتی به دیگر طرف هجوم کردن ندارم. نمیدونم گفتم که در اون طرف چی گپ است من نشنیدم نمیدونم ولی طرف خودم گفته شدم. ولی شما چند بار بچهای نهضتی‌ها گفتید پس معلوم میشد که بود است در اونجا. یعنی وقتی که جدا میکنیم الکی هست این چیز. خصومت در کجا پیدا میشه؟ علم جامعه شناسی اینو اثبات کرده است. یک اصطلاح است مارگینالیزاسیون میگن. تاجیکیش به حاشیه روان کردن، به حاشیه فرستادن. در زمان برای چی انقلاب شوروی با وجود آمد انقلاب بلشویکی برای که مردم یک صنف کارگر دهقان خودش مظلوم و در حاشیه تصور کرد. با آنها هیچ راه نمیدادن که با امکانیت‌های ملی دست یابند، دانشگاه روند، تجارت کنند، سرمایه‌دار شوند، حکومت شرکت کنند. برای چی در دیگر جاها انقلاب‌ها با وجود میاد. همون قشر مارگینال یعنی به حاشیه رانده شده. این از جامعه را بریدن اینها را آدمان دیوم درجه بی سواد اینا بی فرهنگ باید که در هیچ جا راه نیابند در حکومت کار نکنند در مسجدها کار نکنند در مکتب معارف کار نکنند در هیچ جا کار نکنند یک نسل میگذرد این قشر مارگینال قشر اعتراضی میشود اینا میگن پروتستنی الکترات
و یک زمانی بعد از یک جا سر زده میبروید، بعد میبینه که یک گروه تروریست شد، یک گروه اکستریمیست شد، یک گروه دیگر غضب‌آلود شد. نباید در جامعه متمدن، دموکراتی و حقوق بنیاد این گونه حالت به وجود بیاد که یک گروه خودش حاشیه رانده شده حساب کند، مارگینال حساب کند. نفرت و کینه و حسادت، خصومت در آن همینجا پیدا میشود که مثلا حس کند طرف یا من باشم یا یک کس باشد که نسبت این یک رفتار غیر قانونی و غیر عادلانه شده ایستاده است با هر بهانه. برای مثال میگیرم، در همین شرایط جا هست، امکانیت هست، همه چیز هست تو خب یک طرز کار میشود که باید که مثلا همون جا و شرایط تامین نمیشود. آدم‌ها احساس میکنن که در اینجا یک علاقه، یک غرض، یک کینه هست. یا چرا مثلا از سوال خوب داده درباره دانشم، همین نهضتیان جزء همین جامعه هستند. شما خواهش میکنم من کسا کنم، همین نهضتیان جزء جامعه هستند، کمونیست‌ها و خلق دموکرات جزء همین جامعه هستند، حتی تروریست‌ها و جنایتکارا جزء همین جامعه هستند. از بطن همین جامعه با وجود میآیند. جامعه در مجموع باید جواب بیاد که چرا یک گروه بدانش مانده‌اند. چی کار کردیم؟ آیا همینا را بردیم به مکتب عالی داخل کردیم؟ در مکتب میانه اینا را کار گرفتیم که در پهلوی ما باشن، شینن، نشستن یاد گیرن، صحبت کردن یاد گیرن، گپ زدن یاد گیرن، دونن که در اسفر چند جماعت از حداقل. وقتی که اینا را تله میکنن میفرستن میگن شما از ما نیستید، جدا زندگی کنید، شما در این اداره راه ندارید. این فقط همون کتابی قرآن میخوند و حدیث و کتاب شرعی و از همون دایره بیرون نمیبراید. من باور ندارم که در جامعه امروز تنها یک نهضتی نه، مردم تاجیکستان در عموم ژول ورن خوانده باشن، دانیل دفور خوانده باشن، تالستوی و گوگل خوانده باشن، داستایوفسکی را خوانده باشن. نسل ما خواندگی بود برادری عزیز. نهضتی هم خواندگی است و کمونیست هم خلق دموکراتی هم، ولی این نسل یگان تاش خواندگی نیست. دانش İnşallah ki peşine kazanma ki nemşi doğulu. خب رحمتالله زویرов رئیس حزب سیاسی دموکرات هم با ما پیوستن. انشالله ما صحبت‌ها رو تمام من یک پیشنهاد دارم دوستی عزیز. اکنون دیگه بالا در جا نداریم باید. ما راستوزانه عادت کرده. دوستی عزیزم، من همین جمله ها تمام کنم، سوالی برادر به جواب نموند. مسئله خصومت رو از بین بردم، من طرفدار. بیا یک کار کنیم، مناسبتمون رو از خودمون شروع کنیم. من از نهضتی خواهش میکنم که در سیمای هر یک هموطنتون دوست و رفیق ببینید. از داملا ارادهشون 100% من قبول دارم. داملا حتما باید برای زیارت کنید، نصیحتاشون رو گوش کنید. این کسا برای خدا گفته شدن، برای یگان حزب و حرکت و حکومت نمیگن. همچنین برادر عزیزمان، روید صحبت کنید، با هم بشینید، محفل‌های بحث و علمی تشکیل کنید. اینا هم حس کنن که نهضتیان جزء همین جامعه هستند. مثلا چند نفر شما معلم کار میکنن یا در یگان دانشگاه یا یگان چیز، اگر به شرط شما کار میکنید، من کار که معلوم میدونم کار مثلا معلومات عالی داشته باشید، روید در مکتب‌ها کار کنید، حجت بسپارید، جزء جامعه باشید، آمیخته شوید. آمیزش که یافتید، ان شاءالله من باور دارم که این گونه خصومت و این گونه حرفا از بین میرن. اما یک مسئله دیگر است، درباره دانش گفتید. امتحان کردید استاد عزیز، شما معلم باشید شدید؟ من امتحان نکردم. نه امتحان همین چیز بودم که یعنی که شکلی ایزای بنده گونه حرام درست است. دیگه باور کنید من آشکار میگم، از من که زاده فیض آباد هستم، پرسید که در فیض آباد چند جماعت هست من نمیدونم و وظیفه دارم نیستم که دانم خوب است، دانستن خوب است، ولی امتحان کردید کو. من حاضر شما رو میگم که این امتحاناتون پس غیر قانونی بود. بچه‌ها شکایت میکردن، من باور نمیکردم. میگفتن که با ما سوال دادن درباره جماعت، چند جماعت هست یا اینکه بنده که اضافی چی هست و درباره دیگر سوال ها. من میگفتم شما تهمت میکنید، اینا قانون معین نکرده است. از یک نفر پرسیدن که در کدام نامه از نامزد که ماده دوم قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی چی میگه و ندونسته است. گفتن از امتحان نگذاشتی، سواد نداری.
ما گفتم از ما دپوتاتایی که همین قانون قبول کردیم پرسید نمیدونیم ما قبول کردیم برای اون که این گونه سوال دادن غیر قانونی است الکی اگر همین سوال داده باشند و همین مشخص کرده باشد که دانش ندارد پس غیر قانونی رفتار کردن کسی که این سوال ها برای کسانی هستند که غیر تاجیکند ما قانون قبول کردیم در پارلمان این بحث کردیم که آخر یک آدم تاجیک تولد میشود در خانه‌اش تاجیکی گپ میزند تاجیکی مکتب میانه را خونده است اتستات گرفته است دیپلم گرفته است با زبان تاجیکی و چه زبان تاجیکی را نمیدونسته است اگر که از امتحان نگذشت پس سیستم معارفی ما همش قلبکی بوده است این دیپلمش دروغ بوده است از امتحان نگذشته است گفتن که نه این برای هموطنان غیر تاجیکی ما است قرقیز ازبک روس که یا تاجیکانی که مکتب میانه را با زبان غیر دولتی خواندن از اونا پرسیده میشه صحبت میکنن که آیا همین گپی من فهمید یا نفهمید که فردا وکیل شد داند که گپ درباره چی رفته ایستاده است و شرط نیست که داند که چند جماعت است چند قانون داریم چند نمیدونم بنده که اضافی است چند پیشوایند هست اینا شرط نیست و این غیر قانونی هست محترم هموطنی عزیز اگر همین کار شده باشد این کار صد شد پیش گپ شما پس نباشد برگردونید قانون در اونجا نشان داد قانون انتخابات نشان دادن نشده است که برای غیر تاجیک انسانی که امروز دعوای ولایتی دعوای دپوتاتی ولایتی میکنه آخه در اسفر از نام اسفر برآمد میکنه او در چند جماعت بوده اون را نداند بعد خبر که رفت با میدونه که چند تا است حاضر 15 تا دپوتات بود در 15 تا این معیار من معیار من معیار گفته شدم که قانون چرا پیش بری میکنه این بحث کردیم اگر به اون دادن میگیریم برای من خواهش میکنم که شما برادر عزیز در آینده کوشش کنید که همین گونه حالات نشود درباره اخوان المسلمین پرسیدید برادر عزیز من در یک صحبتم گفته بودم که حزب و حرکت‌های اسلامی ریشه فکریشون از یک چند چی هست یک چند تشکیلات اخوان المسلمین هست جماعت اسلامی هست حزب عدالت و ترقیات ترکیه هست اینا حزب‌های معروف جهانی هستند ولی نهضت اسلامی تاجیکستان ریشه‌اش در اندیشه و آمال ملی هست هنوز من نمیدونم که سال 73 وقتی که رحمتی استاد نوری این حرکت را آغاز دادن سال شوروی بود استاد نوری نمیدونستن که اخوان المسلمین هست نیست در زمان شوروی کی خارج میرفت هیچ کس اصلا استاد نوری یک مرتبه هم خارج رفتگی نیستن خارجی هم اینجا نمی اومد این حزب را تاجیکستانیان در اساس فرهنگ ملی تأسیس دادن مطمئن باشید اگر این حزب تاجیکی نمی بود تاجیکستان به صلح نمی رسید دیگران نتونستن که رسیدن ولی چون تاجیکی بود سیمای تاجیکی داشتن فکر تاجیکی داشتن آمدن دست تاجیکستانی رو گرفتن فی شدن صلح شد بنابراین همین قانون جمهوری تاجیکستان نهضت اسلامی تاجیکستان را اجازت داده است کنستیتوس اجازت داده است همه ملت در رفراندوم رای دادن قبول کردیم ان شاء الله که همین خیلی صلح و ثبات بر دوام باشد ادامه میدیم پیشنهادهایی که شد از طرف مردم از اون جمله دولت‌های محترم ما آماده هستیم که بیاموزیم در یک میز گردی مخصوص ان شاء الله بعد از انتخابات سری مسئله باز برمیگردیم خدا نگهبان همه شما باشه برندگان عزیز وقتی که برای ما جدا شدگی بود تمام شد من به همه شما خطی خطی فرستید و انشاءالله من شما را نقض میدونم انشاءالله من پیشنهاد شما را قبول بکنم برای اشتراکتان رحمت سلامت باشید همچنین به میهمان محترم کبیری بی‌نداری بیان میکنیم که من وقت خود را در این نداشتم امروز به اینجا اشتراک کردم سلامت باشید ما گپ در سری اون که یکون که کس خبر ندارد اگه پیشتر اگر آگاه میکردید ما محترم کبیری پیشتر آگاه کردن دورش معاونتون که من تلفنی هم صحبت من گپ با تعامل است با صبر است گوش میکنم ولی گوش میکنیم مادر و مادر رئیس همین 10 دقیقه افتاد از خانه مبزمه 10 دقیقه
برنگو در آن بود از من یا موقع شوشش بودن رئیس حافظه گفتم مالیس مقام مسئله شد مالیس تمام شد با گشته و نقطه در کل من یا میگم پوچم شما این خیلی از پیش خود کار نزنید رئیس حافظه